دشت علق قسمت 7. avogaboo.com چطور میتونستم به عقیده اعتماد کنم، با عقیده همکاری کنم که از عذاب دیگری لذت میبره، که برای حفظ قدرت خودش دیگری رو نابود میکنه؟ نمیتونستم و نباید اجازه میدادم اینا دیگری رو قضاوت کنن، مجازات کنن، چون قضاوت و مجازاتشون فقط برای منفعت شخصی خودشونه. بعد دست از سرم برداشتن. حالم که بهتر شد فرستادنم زندان. با کسایی آشنا شدم که بلاهای بدتری سرشون اومده بود. البته عده‌ای هم بودن که احوال من قصه‌دارشون میکرد و تعجب میکردن که چطور تونستم تا حالا زنده بمونم. نتونسته بودم. تلاشی برای زنده موندن نکرده بودم. دیگه درد جسمی نداشتم. زخمام خوب شده بود، اما مثل دیوونه شده بودم. میدونستم که کسی اون بیرون ازم خبری نداره. خانواده‌ام هنوز نتونستم پیدام کنم. حتما اونام دیوونه شدن. تا یه شب صدام زدن. خیلی وقت بود دیگه کاری به کارم نداشتم. تا کنار در خروجی رسیدم، کیسه ای روی سرم کشیدن، قلبم ایستاد. با خودم گفتم که میخوام دوباره شروع کنم. از این شاگردشون هم خبر داشتم که میذاشتن بدن ترمیم بشه که بتونن شکنجه رو ادامه بدن. چیزی برای شکنجه دادن داشته باشن. یاد و خاطره شکنجه‌های قبلی هم اضطراب و ترس رو بیشتر میکنه. پاهم جور حرکت نداشتن. زیر کتفامو گرفته بودن و میکشیدن. سرد بود. ولی بوی خاصی نمیومد. از لای روزنه‌های کیسه میشدید که اتاق روشن. صدای گفت که برم و رو به دیوار بایستم. صدا رو شناختم. دستشو گذاشت روی کمرم. خودش بود. دستامو به دیوار چسبوند. شلوارمو کشید پایین. کیسه رو تو دهنم فرو کرد. نفس زدنش رو توی گوشم میشنیدم. همونجا نگه‌ام داشتن. زیاد نه، 1-2 ساعت. بعد بردنم و تیربارونم کردن. وقتی اومدی دیدی که اینجا تقریبا شده وسط شهر، ولی اون موقع اینجوری نبود. دادگاه انقلاب اسلامی بود. توی حیاتش زندان بود که ما رو توش نگه می‌داشتن. بردن اون پشت ساختمون که بیابون بود. می‌بردن اون وسط بیابون رو اعدام می‌کردن. همونجا توی گور جمعی می‌ریختن. 1-2 هفته بود که اومده بودیم این زیر. حس عجیبی بود. دیگه هیچ غم و غصه‌ای نبود. فقط دلنگران خانواده‌ها بودیم که به چیا فکر می‌کنن و اونام حتما خیلی نگران ما هستن. توی 1-2 هفته‌ای که گذشت باز چند باری صدای تیراندازی شنیدیم و یه عده دیگه هم به جمعمون اضافه شدن. ساعت‌ها می‌شستیم و از اینکه چه اتفاقاتی افتاده صحبت می‌کردیم. توی هفته سوم بود که صدای جدیدی شنیدیم. صدای پاهایی که از جنس صدای پاهای ما نبود. برامون تازگی داشت. نرم میومدن. معلوم بود یواشکی میان. دیگه تحمل نکردیم. چند تا از بچه‌ها گفتن میریم یه سرکشی میکنیم و ببینیم جریان چیه. چند ساعتی طول کشید تا برگشتن. بغلمون کردن. کلی گریه کردن و جریان رو برامون تعریف کردن. یک سگ گله دست یکی از بچه‌ها رو پیدا میکنه که از خاک بیرون زده بوده. چوپان میره و به حالی خبر میده. یک عده شبونه میون و جسدا رو پیدا میکنن. قرار میذارن که هر شب بیان. توی شب‌های آینده میان و ما رو هم جابجا میکنن. چند وقت گذشت که باز صدای پاهای نرم قدم‌ها اومد. تک تکمون رو از خاک کشیدن بیرون و برامون قبرهای انفرادی درست کردن. اسممون رو هم روش نوشتن. بعد از اون انگار تمام شهر خبردار شده بود. همیشه کسی بود که میومد و برامون گل می آورد. همه دوستام اومدن. این یواشکی می اومدن. 2 تایی، 3 تایی می اومدن. همه خویش‌ها و بستگان، پدر و مادر و برادر و خواهر. با همه گروه‌های 2 تا و 3 تایی مادرم می اومد و پایه ثابت گروهشون بود. حتی یه نفرم فراموشمون نکرده بود. یه چند وقتی همینجوری خوش بودیم که از کسی خبری نشده. یه عده از بچه‌ها رفتن ببینن چه خبره. مشخص شد که دور تا دور منطقه‌ای که بودیم رو حصار کشیدن و نیروهای مسلح رو نگهبان گذاشتن که کسی سراغمون نیاد. اخبار گورهای جمعی دیگه رو دنبال می‌کردیم. هنوز صدای رگبار میومد. دیگه جنازه‌ها رو نمی‌بردن بیرون. همه‌شون رو می‌بردن توی زیرزمین دادگاه انقلاب اسلامی خاک می‌کردن. یه شب یه صدای وحشتناکی اومد. فهمیدیم لودر آوردن و تمام قبرامون رو صاف کردن. شروع کردن آشغالای شهری رو روی زمینی که صاف کرده بودن ریختن. یه دوره طولانی دیگه هیچ صدایی نمیومد جز صدای ماشین‌های حمل زباله. اینجا شده و محل جمع‌آوری زباله‌های شهری. برای همین کم کم حصار رو جمع کردن و نگهبانا رفتن. خیالشون راحت شده بود که دیگه مردم ما رو فراموش کردن. یا اینکه دیگه کی میاد تو این حجم از زباله که هر روز کلی بهش اضافه میشه دنبال ما بگرده. اما بازم اومدن.
دور تا دور منطقه رو گلکاری کردن، درخت کاشتن، یه معدن زباله وسط یه گلستان. کم کم نفوذ کردن. زباله‌ها رو با دست خالی جابجا کردن و قبرها رو بازسازی کردن. دوباره مردم داشتن دورمون جمع می‌شدن که باز شبونه اومدن. بالادرهاشون اومدن. کل منطقه رو بازسازی کردن. گل‌ها و زباله‌ها رو با هم جمع کردن و بردن یه جای دیگه. فضای دادگاه انقلاب رو توسعه دادن. این بار حصان بتونی کشیدن و روی سرمون یه ساختمون اداری ساختن. فقط صدای پاهای آدمایی رو میشنیدیم که میومدن برای کارهای دادگاه. میشستیم. ساعتها به دادگاه و اتفاقهایی که توش میافتاد گوش میکردیم. همه جور قصه بود. از تراژدی گرفته تا کمدی. داشتیم به این وضعیت عادت میکردیم و حسابی سرگرم بودیم و احساس زنده بودن به اون میداد که صداها یواش یواش کم شد و بعد از مدتی دیگه صدایی نیومد. دادگاه تعطیل و به یه جای دیگه منتقل شده بود. چند سالی گذشت تا باز صداهایی اومد. کاملا غیر منتظره. خانواده‌هامون اومده بودن، چند تا بنا و کارگر اومده بودن که ساختمون رو تخریب کنن و به جاش مجتمع تجاری بسازن. یکی از کارهایی که برای توسعه شهر می‌خواستن بکنن. کارگرها وقتی داشتن تخریب می‌کردن میان توی زیرزمین و متوجه گور جمعی میشن. سریع میرن و به خانواده‌ها خبر میدن. اما فقط چند ساعتی از اومدن خانواده‌ها نگذشته بود که نیروهای مسلح ریختن و همه رو درو کردن. سرعت تخریب دادگاه و ساخت و ساز مجتمع تجاری بیشتر شد. تمام مدت گارد ویژه رو گذاشته بودن برای نگهبانی. الان دیگه یه جورایی اومدیم وسط شهر. صدای شهر رو هم هر روز میشنویم. روزانه کلی ماشین میاد توی پارکینگ. مجتمع تجاری حسابی رونق داره. الان دیگه یه جورایی اومدیم وسط شهر. صدای شهر رو هر روز میشنویم. روزانه کلی ماشین میاد تو پارکینگ. مجتمع تجاری حسابی رونق داره. دیگه دلنگران هیچی نیستیم. دیگه همه میدونن کجاییم. هنوز کسایی میان و کل پارکینگ رو گل میریزن. هنوز یه عده هستن که فراموشون نکردن. روی هر ستون پارکینگ اسم یکی از ماها رو نوشتن و یه گلدون چسبوندن. تا حالا 1000 بار خراب کردن ولی بازم آوردن. اونقدر آوردن که دیگه فهمیدن کاری از دستشون بر نمیاد و موندن. الان دیگه وسط مردمیم. 4. چگونه آغاز شد؟ چگونه آغازش کنم؟ کجا را مبدأ در نظر بگیرم؟ نرگس جباری را نمی‌دیدم. نور انفجارها محو شدند و تنها صدایی که میشنیدم وزش باد بود میان نیها و نم باران. نیها همچون پرده‌های تو به تو روی هم انباشته شده، اما با هر اشاره دستم کنار می‌رفتند. ردیفی دیگر. چه نرم بودند که بگویند حضورشان برای این نیست که خشن باشند، که جلوگیری کنند، مانعی باشند برای راهیابیم به لایه‌های درونی نیزار. نم باران که آمد میتوانستم به یاد بیاورم که توی اتاقم نشسته‌ام. نور روز ابری به اتاقم میتابد. هوس سیگار میکنم. کنار در میایستم زیر ردیف درخت‌های جلوی خانه. از پشت دود سیگار به قطره‌های ریز باران که چاله‌ها را پر کرده‌اند، برگ درخت‌ها را برق انداخته‌اند، کوچه را خیس کرده‌اند نگاه میکنم. همین قطره‌ها میتوانند جزئی از گردابی باشند که زمین و زمان را در نوردد و نسل بشر را قتل عام کنند. طوفان بزرگ را برای چه فرستاد؟ و یهوه محو کرد هر موجودی را که بر روی زمین و آسمان بود، از آدمیان و بهایم و حشرات و پرندگان آسمان. نوح با آنچه همراه وی بود در کشتی بود. فقط با آنان باقی ماند و آب بر زمین 150 روز غلبه یافت. وقتی قبل و بعد طوفان هیچ تفاوتی ندارد، آمد که چه شود؟ طوفانی ساخته خدا به خواست محبوب زمینیش نوح. زمانی که خداوند تعالی به نوح دستور داد از هر حیوان یک جفت را حمل کند، نوح گفت با شیر و گاو چه کنم؟ با سگ و گرگ چه کنم؟ با کبوتر و گربه چه کنم؟ خداوند تعالی به او فرمود چه کسی بین آنها دشمنی قرار داده؟ گفت ای پروردگار تو. گفت پس من بین آنها دوستی قرار میدهم تا به همدیگر ضرر نزنند. یعنی چنین توانایی‌هایی هم دارید؟ خدا و رهبرانی که مدعی هستند از جانب خدا روی زمینند آینه یکدیگرند. هر دویشان خودخواه هستند. تحمل چیزی جز خواسته خودشان را ندارند. نابود کردن حتی کوچکترین صداهای مخالف برایشان بهترین گزینه است.
مرگاوری و نیست کردن برایشان راحت ترین کار هاست. طوفان بزرگ را راه انداختید، الان چی فکر میکنید؟ تخم ترس کاشته شد یا نفرت؟ برای حفظ قدرت مجبورید باز هم طوفان‌های کشتار بیشتری تولید و باز تولید کنید. خاطره حضور جمهوری اسلامی آغشته به خون است، خونی که در هر دهه و در هر سال می جوشد. اصلا می شود جور دیگر شروعش کرد؟ توی نیزار نباشم، توی اتاقم باشم، یا بروم قدم زنان تا سر کوچه و چند نخ سیگار بکشم و به تابلو دبیرستان رشدیه نگاه کنم. همیشه برایم عجیب بود چی شده اسم دبیرستان را رشدیه گذاشتن. جالبتر شد وقتی اسم کوچه من را هم به خاطر مدرسه عوض کردند و همنام مدرسه شد رشدیه. رشدیه کسی بود که تلاش میکرد سیستم آموزشی را تغییر دهد، از حالت مکتبخانه به مدرسه. مکتبخانه ها زیر نظر ملاها اداره میشد. کاسبی و قدرت نمایی و ایجاد جایگاه و پایگاه مردمی را از این طرق به دست آورده بودند. پس وقتی رشدیه میخواهد اقدامی انجام دهد، اقدامی که قرار است همه دار و ندار ملاها را ازشان بگیرد، جنگ شدیدی بینشان در میگیرد. اذیتش میکنند و مجبور میشود مدتها توی کشور همسایه فعالیتش را ادامه دهد. آذربایجان، ارمنستان. رشدیه دست نمیکشد و برمیگردد و به مبارزه بر علیه مکتبخانه‌های ملاها ادامه میدهد و بالاخره موفق میشود. چند وقتی است متوجه شده‌ام. شب‌ها که میروم سر کوچه تا 2 نخ سیگار بکشم میبینمش. روی در ورودی مدرسه 2 تابلو گذاشتند که نام هر شیفت مدرسه را مشخص میکنند. نام شهیدانی است. مدرسه را با نامگذاری مال خود کردند. نام رشدیه آن بالا روی دیوار مدرسه طبقه 2 کاشیکاری شده بود. با تیشه قسمتی از نامش را تراشیدند. ر و شینش باقی مانده. سر کوچه تابلویی که نام کوچه را روی خود داشت برداشتند و جایش تیر چراغ برق گذاشتند. الان کوچه اسمی ندارد. به تیر چراغ برق تکیه می‌دهم. به رشد، رشدیه، رشه. به رشه کاشیکاری خیره می‌شوم. سیگار می‌کشم. در خیالاتم استعاره می‌سازم. چراغ جای رشدیه نشسته. همان کاری که رشدیه انجام داده. آموزش و تحول نظام آموزشی، درآوردن فرزندان بشر از چنگال ملاها. اینها همه نورهایی هستند که از چراغ رشدیه تابیده، اما نامش حذف شده. فقط چراغش مانده. استعاره این چراغ برق که بر روی نام رشدیه کوبیده شده فقط برای من معنا دارد، نه کس دیگری. یا می شود قصه را از جای دیگر بگویم؟ حالا که شدم نرگس جباری، تنها شدم، پرده نیها را کنار میزنم. هر پرده نی پرده است برای نمایش. پرده ای از دهه 60. زن سیگاری آتش میزند تا آب جوش بیاید. سیگارش را دود میکند. بچه‌ها تا از خواب بیدار میشوند اول میآیند توی آشپزخانه. تا چای دم بکشد سیگار دیگری آتش میزنند. هواکش آشپزخانه مدام کار میکند. توی سرما و گرما پنجره را باز میگذارد ولی در آشپزخانه همیشه بسته است. بچه‌ها دوست دارن صبحانه را، نهار و شام را توی آشپزخانه بخورن. منتظر بچه‌ها میماند که با هم صبحانه بخورن. 5 تا 10 دقیقه دیگر وقت هست. سیگاری دیگر آتش میزنند. تلفن زنگ میزند. چون وقت بیدار شدن بچه‌هاست، عجله‌ای برای برداشتن تلفن نمی‌کنند. اگر سیگار روشن نبود، حتما اول سیگاری آتش میکرد و بعد میرفت سمت تلفن. زن دیگری پشت خط بود. همدیگر را شناختند. فاصله زمانی بین کلماتی که ادا می‌کردند خیلی طولانی بود. هر دویشان هیچ عجله‌ای برای گفتگو نداشتند. زن آن سوی خط احوالپرسی کرد. زن پک عمیق به سیگارش زد و دود را آرام بیرون داد. جلوی صورتش موج می‌زدند و بالا می‌رفتند. جواب احوالپرسیش را داد و خودش هم احوال او را پرسید. زن آن سوی خط سکوت کرد. صدای کشیده شدن کبریت آمد. صدای چند پک پیاپی که سیگارش را گر بگیرد. صدای حرکاتی توی گوشی میپیچد. میشد حدس زد که دارد کنار تلفن مینشیند. زن آن سوی خط جواب احوالپرسی را داد. زن آن سوی خط گفت چند تا از بچه‌ها گفتن دارن میرن یه سری نامه بفرستن. برای تو هم اومده؟ زن دور و برش را نگاه کرد. ته سیگارش را طوری گرفته بود که نوک روشنش رو بالا باشد. گوشی را کنار تلفن گذاشت. دستش را زیر ته سیگار گرفت که اگر ستون خاکستر آوار شد توی دستش بریزد. بلند شد. سیگار را روی زیر سیگاری چلاند. زیر سیگار را بلند کرد و کنار تلفن گذاشت. گوشی تلفن را برداشت.
روی صدای پک‌های عمیق آن سوی خط تمرکز کرد. به لبه تا شده قالی خیره شد. جواب داد: برای تو هم اومده؟ هوای توی گوشی شدیدتر شد. حتما دود را با فشار بیشتر دمیده. گفت: آره، برای تو چی؟ گفت: برای تو چی توش نوشته بودن؟ صدایی پیچید. معلوم بود که گوشی را گذاشته و بلند شده و رفته تا نامه را بیاورد. زن هم بلند شد. رفت توی آشپزخانه، نامه را از روی رخشال برداشت و بسته سیگارش را از روی کابینت کنار تلفن نشست. سیگاری آتش زد. پک زد. دود را در سینه حفظ کرد. گوشی را برداشت. دود را آرام آرام رها کرد. زن آن سوی خط گفت: نوشته رضا بر اثر مرض مرگ مرده. زن گفت: برای منم نوشتن بابک بر اثر جنون مرده. هر دویشان به نوشته‌های روی کاغذ نگاه می‌کردند. حتی صدای نفس کشیدن هم توی گوشی نمی‌آمد. از سیگار لای انگشت‌هایشان دود آرام و یکنواخت بالا می‌رفت. با نوک انگشت‌هایشان کاغذ را نگه داشته بودند. زن آن سوی خط گفت: به چند تا از بچه‌ها زنگ زدم. یکی گفته توی نامه براش نوشتن بر اثر دل بخواهی مرده. برای یکی دیگه نوشته بودن بر اثر حرف نزدن مرده. صدای کشیده شدن کبریت پیچید. زن برگه را کنار تلفن گذاشت و سیگارش را توی زیر سیگاری له کرد. به صدای هوایی که توی گوشی میچرخید گوش کرد. زن آن سوی خط گفت: بچه‌ها رفتن مدرسه، بیا پیشم. قرار چند تا دیگه از بچه‌هام بیان پیشم. زن دید بچه‌هاش رفتن توی آشپزخانه. در را باز گذاشته بودن. منتظرش می‌شدن. اول می‌نشستن تا رغبت خواب آلودگی بپرند، بعد خودشان بلند می‌شدن، سفره را پهن می‌کردند، نان می‌آوردند و چای می‌ریختند، ولی تا زن پیششان نمی‌رفت چیزی نمی‌خوردند و از آشپزخانه بیرون نمی‌آمدند. زن گفت: تا 1 ساعت دیگه میام، بچه‌ها رو میرسونم و از اون طرف میام پیشه. یا می‌شود از جای دیگر آغاز کرد. اینکه از کجایش باید آغاز کنم برای این اهمیت دارد که ترس از قضاوت شدن دارم. انگار هر مطلبی که اول بیان شود اهمیت بیشتری دارد. یا نه، دلیلش خودم هستم. دلیلش ذهنی است که داریم. ذهن میرود و میگردد در میان همه شبها و روزها. از سال 61 میرود به 68، بعد خرداد میآید، تیر میآید یا زمستان. انگار دلش میخواهد همش را اول تعریف کند. انگار همه‌اش برایش اهمیت دارد و بخواهد همه‌اش را یک جا منتقل کند، مثل یک عکس یا یک نقاشی، نه یک مرد که باید یکی یکی کلمات را پشت سر هم دنبال کرد. زنی پشت تلفن باشد یا پیرمردی یا پیرزنی باشند در راه بین زندان و قبرستان. با خودش زمزمه می‌کرد: مادر، مادر. کنار در زندان نشسته بود. خیلی ها می آمدند و می رفتند. بعضی ها می پرسیدند: مادر چی می خواهی؟ نامه را نشان می داد. آنها می خواندند. بدون آنکه به چشمای پیرزن نگاه کنند، نامه را بر می گرداندند. سری تکان می دادند و می رفتند. از صبح که نامه را به دستش رسانده بودند رفته بود زندان. اول برایش مسخره می آمد که چه بی‌معناست، اما از مهر و امضای پای نامه ترسید. انگار واقعا همه چیز جدی بود. بعد به راه افتاد. به هر راهی، با هر قدمی که به هر سویی برمی داشت، هم قدمی می یافت. در رفت و آمدهای پی در پی اوین و بهشت زهرا خیلی های دیگری را که مثل خودش تکه کاغذی به دست داشتن را می دید. لازم نبود حرفی بینشان رد و بدل شود. بی صدا کنار هم قدم می زدند. انگار از اول همه چیز همدیگر را می شناختند. انگار تنها همینها بودند که قادر بودند ساعتها به انتظار در راهروهای تنگ یا جاده‌ای که هر سمتش را بیابان گرفته بود بایستند. می ایستادند. آنقدر می ایستادند که یک نفر دیگر می آمد و می گفت: برای چی اینجا ایستادین؟ و آنها نامه را نشانش می دادند و او هم می رفت و آنها منتظر می ایستادند. دختر جوانی آمد. دنبال برادرش می گشت. کبود شده بود. جیغ می کشید و فریاد می زد. لحظه ای گریه می کرد و لحظه ای به در و دیوار فحش می داد و مشت می کوبید. زنها، مادرها کنار هم روی جدول نشسته بودند و دختر را تماشا می کردند. چانه هایشان می لرزید و اشک می ریختند. همدیگر را بغل می کردند. دختر خاکالود بر می خواست. زجه می زد. مشت بر در و دیوار می کوبید. خسته می شد. نفسش بند می آمد. به کنجی می خزید و خاک را چنگ می زد.
دیگر چشمهایش اشک نداشتند. عده‌ای موتورسوار، موتورهای دو سرنشینه آمدند و احاطه‌اش کردند. صدای موتورها و دود اگزوزهایشان دختر را محو کردند. زنها بلند شدند و به طرف دختر دویدند. زنها در برابر موتورسوارها سدی ساختند. همان کاری را کردند که می‌خواستند برای دخترشان، پسرشان، همسرانشان و پدرشان بکنند. صدای نعرهشان، صدای جیغ‌هایشان از صدای اگزوزها بلندتر شده بود. موتورسوارها ایستادند. صدای اگزوزشان پایین آمده بود. صدای یکی از موتورسوارها آمد. از اینجا برید، هیچی گیرتون نمیاد. جمع کنید برید خونه‌هاتون. گازها رو تا ته کشیدند و لاستیک‌ها را روی خاک چرخاندند و صدای مهیب و گرد و خاک را انداختند و رفتند. یکی یکی دختر را نوازش کردند، بغل کردند. دختر به تک تکشان گفت نمیتونم بدون برادرم برم، نمیتونم. زنی وارد جمع شد، تازه وارد بود. از صبح که زنها همدیگر را همراهی کرده بودند، او را ندیده بودند. با تک تکشان دست داد، یکی یکی بغلشان کرد و در گوش همهشان نجوا کرد. نام خاوران گوش به گوش می رسید. قرارشان نیمه شب بود، در جایی به نام خاوران. نیمه شب وقتی به خاوران رسیدند، هزاران سایه دیدند که در سیاهی مسیری را می پیماییدند. به سیل سایه ها پیوستند. کمی که از جاده دور شدند، عده‌ای جدا شدند. زمزمه آمد که به سمت کانال 60 می روند. چند دقیقه گذشت و عده‌ای دیگر جدا شدند. زمزمه آمد که به سمت کانال 61 می روند. و باز عده‌ای دیگر در طول مسیر جدا می شدند. مرحله به مرحله به مسیر کانال‌های 62، 63، 64، 65، 66، 67 رفتند. فقط همان جمع مانده بود. صدای زنی که توی گوش تک تکشان خاوران را خوانده بود آمده بود تا هدایتشان کند به سوی کانال 68. زنها گفتند تو به کدوم کانال میری؟ زن گفت همشون. به همشون سر میزنم. ولی خواهر و شوهرم رو 62 اعدام کردن. زن نگاهی به سوی کانال 68 انداخت و گفت اونجا خیلی ها هستن. مراقب اونا هم باشید. لازم نیست حتما بچه خودتون رو پیدا کنید. زن سایه ای شد توی تاریکی. توی تاریکی میشد دورترین سایه ها را هم دید. باد توی بیابان میگشت و همه نجواها و اشکها را با خود به هر جایی میکشاند. بوی خون پیچید. با هر قدمی که به کانال 68 نزدیکتر میشدند، بوی خون شدت میگرفت. بوی خون تازه. وقتی بوی خون آمد ترسیدند. نمیدانستند باید چگونه با کانال مواجه شوند. حتما جنازه ها فاسد شدند. حتما محوطه پر از حشره و حیوان شده. حتما. اما بوی خون تازه متوجهشان کرد که حتما کمتر از چند ساعت است که آنها را کشتند. میشد دیدشان که خم شدند و دستها و پاهایی که اطراف کانال ریخته شدند را جمع میکنند. صورتهایی که نصف و نیمه از خاک بیرون مانده بودند. کانال به آن بزرگی فقط لایه‌ای نازک از خاک پاشیده بودند. جنازه ها روی هم تلمبار شده بودند، غرق خون. توی تاریکی هم میشد کبوده دور گردنهایشان را دید. میشد تک تک سوراخ‌هایی که روی تنشان گذاشته بودند را دید. آرام و نرم در هم پیچیده شده بودند. سکوت از پا درشان آورد. آنها مرده بودند. واقعا آنها مرده بودند. آنها کشته شده بودند چون یک نفر خواسته بود آنها بمیرند. تنها یک نفر خواست طوفان بیاید تا همه را بکشد، چون دلش نمیخواست غیر از آنچه خودش است و خودش میخواهد وجود داشته باشد. خدای گوش به فرمانش طوفان را فرستاد و همه را کشت، چون تنها یک نفر خواسته بود هیچ کسی غیر از خودش نباشد، هیچ کسی غیر از آن شکلی که او فکر میکند نباشد. زنی از میان زنان گفت اونا با هم بودن، حتما دلشون میخواد با هم باشن. بیاین کمک کنیم روشون رو بگیریم. توی خواب، توی کلاس، توی راه. فکرم پر از همه دستها و صورت هاست. از همین جا شروع میکنم. توی راه، چشم به جاده، چشم به کوه، پیچ و خم جاده، دشت، اتوبان، خطی که دشت را در می نوردد. تهران مقصدم می شود. نه، تهران نه. کتاب فروشی آقای کتاب فروش. نشستن و خواندن و گفتن. چای خوردن و قهوه خوردن و سیگار کشیدن و سیگار آتش زدن.
طغیان هر آنچه که ذهنم را لحظه خالی نمیگذارد، به خصوص وقتی در پایان سال 1401 باشیم و قرار است برای بال 44م تاریخ جنایت تکرار شود. وقتی آقای کتاب فروش گفت یه مسئله خیلی درگیرم کرده، همش دارم بهش فکر میکنم. خیلی از دوستان میان اینجا و حرفشو پیش میکشن و راجع بهش صحبت میکنیم. فکر میکنم خیلی‌ها در موردش حرف میزنن. فکر میکنم خیلی‌ها در موردش مینویسن. در مورد جنازه‌هایی که دزدیده میشن، کشته‌هایی که شبانه توی ناکجا آباد خاک میشن، خانواده‌هایی که روزها و هفته‌ها دنبال جنازه‌های بچه‌هاشون میگردن. حالا میتونم سرگذشت جنازه‌ای باشم. اصلاً از اینجا آغازش میکنم. وقتی نم باران تمام می شود و خیابان را آب پاشی کرده و برگ درختها را شسته، فقط طالب یک چیزم. قدم بزنم. میدان به میدان را قدم بزنم و سیگار بکشم. به میدان دوم رسیدم. آماده شدم سیگار دوم را روشن کنم که دیدم مردم به سمتم می دوند. موتور سوارها وسط مردم می تازند و آنکه ترک موتور نشسته باتومش را در هوا می چرخاند و به هر چی جلویش می آید می کوبد. دور خودم چرخیدم. اولین کوچه فری را پیچیدم داخل. چند قدمی که رفتم به پشت سر نگاه کردم. همچنان مردم می‌دویدند. پیاده نظام هم به موتور سوارها رسیده بود. باتوم‌ها را بالا و پایین می‌کردند. تیر هوایی شلیک می‌کردند. به وسط کوچه که رسیدم صدا محو شد. به آسمان نگاه کردم و به خیسی دیوارها و آسفالت کوچه. با خودم فکر کردم نمیدونم مردم چشونه. بشینید تو خونه‌هاتون، انقلاب تموم شده دیگه. سیگارم را آتش زدم. پوک عمیق زدم و دودش را هوا کردم. توده ای شد انگار منجمد می شد. پخش نمی شد. به هم فشرده می شد. نمیدونم این همه شایعه از کجا میاد که هزار تا آدم اعدام می کنن. مگه این مملکت چقدر آدم داره؟ چرا کسی کاری به من نداره؟ به جمهوری اسلامی هم رأی دادم. توی انقلاب هم شرکت نکردم. آخه کسی از من انتظاری نداره. تمام شد. ول نمی‌کنن، نمیذارن از هوا لذت ببری. یک لحظه به خودم آمدم. دیدم دارم بلند بلند حرف میزنم. به در و پنجره ها نگاه کردم. خبری نبود. سیگار را توی جیبم گذاشتم و به راهم ادامه دادم. می توانستم از انتهای کوچه بپیچم و دور بزنم و دوباره به میدان اصلی برسم و راهپیمایی‌ام را ادامه دهم. ته کوچه را پیچیدم سمت خیابان اصلی. 2 موتور ایستاده بودند. 4 نفر بودند. طوری ایستاده بودند که راه کوچه بسته شده بود. از کنارشان رد شدم. 2 قدم نگذشته بودم که با صورت زمین خوردم. کتفم سوخت. فرصت جیغ کشیدن نداشتم. پشت سر هم باتوم به سر و صورتم میخورد و لگدهایشان توی شکمم فرو میشد. نفس کشیدن برایم سخت بود، چه برسد به اینکه بتوانم بپرسم چرا یا کمکی بخواهم یا از درد فریاد بزنم. احساس کردم استخوان‌های ساعد و بازویم، ساق پایم هر آن ممکن است بترکد. از درد به خود میپیچیدم. بی اراده دستم رفت روی جایی که رویش باتوم کوبیده شده بود، ولی فرصت نمیشد. همزمان 4 باتوم کوبیده میشدند. در این بین لگدهای هم میزدند. فقط میزدند. شانس آوردم ماشین رسید. از زیر پاهایشان میدیدم 2 نفر پیاده شدند و دویدند سمت ما. 4 نفر دست کشیدند و رفتند سمت موتورهایشان. آن 2 نفر سرم را توی کیسه سیاهی کردند و کشیدند توی ماشین. پرتاب شدم روی دست و پای کسانی دیگر. آه و ناله و بوی خون پر بود. به سختی می توانستم تکانی به خودم بدهم. از اینکه روی دست و پای دیگری هستم بیشتر ناراحتم میکرد. آنها هم آنقدر کتک خورده بودند که نمی توانستند دست و پایشان را از زیر من بیرون بکشند. سرعت ماشین لحظه ای کم نمیشد. از روی تمام دستاندازها رد میشد و ما را بالا و پایین میکوبید. تازه متوجه شدم یکی دیگر از دلایلی که نمی توانستم تعادلم را درست حفظ کنم این بود که دست و پایم را بسته بودند. کی این همه کار را کرده بودند نمیدانم. تا می آمدم به خودم تکانی بدهم از روی دستاندازی میگذشتیم و همه را به هم میریخت. توی همین به هم ریختنها همه روی من ریختند. فشار شدیدی روی گردنم می آمد، روی سینه و صورتم. زانویی داشت شکمم را پاره میکرد. دستانداز بعدی باعث شد راه هوایی باز شود. چنان شوکی وارد شده بود که از جایم پریدم، ولی سرم خورد به سقف و از هوش رفتم. میدیدم صحنه تار، میشنیدم جمله‌های نامفهوم. پلکم میپرید. از لای پلکم دیدم پاهایم باز بود، روی زمین کشیده میشدم. اینا رو بذارین اون گوشه تا همه رو با هم ببریم.
کیسه را درآورده بودند. چند نفر دیگر هم بودند. همه ما را گذاشتن گوشه حیاط. چندین اتاق بود. همه را دسته‌بندی کرده بودند و هر دسته را به اتاقی می‌بردند. بیهوش شدم و به هوش آمدم. هر بار که به هوش می آمدم صحنه جلویم تغییر کرده بود. باران شدید می‌بارید. تعداد آدم‌های توی حیاط نصف شده بودند. بعد سیاهی. بعد آفتاب شده بود و عده‌ای را دست بسته نشانده بودند روی زمین. چشم بند داشتند. مجبورشان کرده بودند سرشان را بین زانوهایشان قرار دهند. دوباره از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم شب شده بود. تعداد کسانی که کنارم دراز کشیده بودند بیشتر شده بود. نورهای کمسو از لای درز در و پنجره بیرون میزد. 5. صدای خودم را میشنیدم که زمزمه میکردم. یا میشود داستان را از جای دیگر آغاز کرد. خودم را دیدم که لای نیزار نشسته اما نرگس جباری روبرویم نشسته هنوز لبخند میزد. جرأت نمیکردم بپرسم کجا میرویم. به نیها تکیه میدادم و بلند میشدم. احساس میکردم سرگردانتر از روح نرگس جباری شدم. حسش میکردم. داشتیم به مرکز نیزار نزدیک میشدیم. حضور ارواح را حس میکردم. صدایی جز باد نبود، اما انگار صدای صحبت کردن بود. نرگس جباری میخواست قدم به دهه 70 بگذاریم. دهه دیگر و جنایت‌های دیگر. پرده دیگر از نیزار را کنار میزد تا بیشتر فرو شویم. وارد کتابخانه ای شدیم. کتابخانه کوچکی. مخزن کتاب‌ها 5 یا 6 قفسه بیشتر نیست. پیدا بود کتابخانه در شهری کوچک است. همونجا کنار مخزن 4 میز مطالعه گذاشته بودند. کسی دور و برشان نبود. آن سوتر زنی پشت میزی نشسته 2 میز را به هم چسبانده بودند. روی میز کنارش 2 کامپیوتر قرار داشت. یکی رو به زن و یکی رو به ما. کامپیوترها جزو اولین کامپیوترهایی است که به بازار آمدند. طوری رنگ و رو رفته بودند که به نظر نمی آمد بتوانند روشن شوند. زن پشت میزی پوشیده از ستونهای کتاب نشسته بود. جلویش کتابی باز بود. آرنج‌هایش را 2 طرف کتاب گذاشته و کف دست‌هایش زیر گونه‌هایش را فشار می‌داد، طوری که از چشم‌ها جز باریک راهی پیدا نبود. توپل بود و از همون پشت میز میشد فهمید که قد کوتاهی دارد. جلویش ایستادیم. غرق کتاب خواندن بود. نرگس جباری ادای 20 صدا قدم برداشتن درآورد. قدم اول را که برداشت، زن هم کتابش را برگ زد و سرش را بالا آورد. نرگس جباری همانطور خشکش زد، با لبخندی بی‌نهایت. رفتم سمت قفسه‌های کتاب. آنها در آغوش هم بودند. کسی توی کتابخانه نبود. ولی آنها ساکت ذوق می‌کردند. ساکت حرف می‌زدند و ساکت و محکم همدیگر را بغل می‌کردند. انگار فضای کتابخانه کافی بود و لازم نبود که حتما کسی باشد که به خاطرش سکوت را رعایت کند. قفسه اول را رفتم و برگشتم. کتاب‌ها قدیمی بودند، ولی معلوم بود زیاد خوانده نشده‌اند. کتاب‌ها فقط از یک دوره بودند. انگار نه قبل و نه بعدش کتابی چاپ نشده بود. روی صندلی نشستند. روبروی هم. خم شدند. آنقدر نزدیک که حس می‌کردم هر لحظه ممکن است بینی‌هایشان به هم برخورد کنند. 2 تا دختر بودند. آنچه می‌دیدم دقیقاً همین بود. 2 تا دختر بچه. نه 2 زن که یکیشان 30 سال پیش کشته شده بود و دیگری را که می‌خواستم بشناسم ولو چیزی دارد که نرگس جباری من را آورده پیشش. می‌خندند و برای خاطر کتابخانه بی صدا می‌خندند. خنده ای از سر ذوق، شوق، رفاقت، محبت، مهر، عشق. هیچ چیز این جهان، این جمهوری سیاست و مذهب، خارجه و داخلش نمی‌تواند این لبخند را بر لبشان بیاورد. این لبخندها برای چیزهای خیلی ساده و خودمانی به وجود می‌آیند. برای خاطر تماشای دیگری است. از چشم‌هایشان پیدا بود. آنها حرف نمی‌زدند. فقط لب‌هایشان کلماتی را ادا می‌کردند. آنها تماشا می‌کردند. رفتم نزدیکشان. نرگس جباری اسم زن را میگوید، معرفی میکند، ولی نامش به یادم نمانده. نمیدانم، شاید آنقدر آرام گفت که اصلا اسمش را نشنیدم. اشاره کرد. با دست هدایتمان کرد که بیرون برویم. بردمان سمت آبدارخانه و برایمان چای ریخت. نشستیم دور میزی که یک سمتش به دیوار چسبیده بود. آبدارخانه آنقدر کوچک بود که میز را چسبانده بودند به دیوار و وقتی 3 نفره دور میز نشستیم آنقدر نزدیک شده بودیم که باز هم لازم نبود بلند بلند حرف بزنیم. ولی بلند بلند حرف میزدیم.
بلند و بی‌پروا. انگار آمده بودن توی آبدارخانه که بلند بلند حرف بزنن و هر چه دلشان بخواهد بگوین. گفتن نرگس جباری خواست و او هم رعایت کرد. تازه داشتم با فضای دانشگاه اخت می‌شدم. آدم‌ها دیگه برام آشنا شده بودن. دل و جرأت پیدا کرده بودم که با بچه‌ها بریم گشت و گذار. به واسطه یکی از دوستام با یه پسری آشنا شدم. حال هوای دانشگاه یه طوری بود که می‌طلبید اون چه توی دلته رو بدون ترس بیاریش بیرون و یا حتی برای این که نشون بدی شجاعی یه کارایی بکنی، مثلا مثل سیگار کشیدن. یه جوری ولع سیگار کشیدن داشتم که هر کسی نمیدونست. فکر میکرد از بعد تولد سیگاری بودم، در صورتی که نمیفهمیدم چرا دارم سیگار میکشم. برام هیچی مهم نبود، فقط یه دودی میومد و میرفت و مهم فقط جستش بود. ولی اونقدر الکی الکی دود کردیم تا بالاخره فهمیدم سیگار کشیدن یعنی چی. این ماجراجویی ها برای ترم اول و دوم بود. از ترم سوم چیزای دیگه هم اضافه شد. بحثایی که ازشون سر در نمی‌آوردم و به شدت کنجکاو بودم ازشون سر در بیارم. تحولاتم رو توی یک سال اخیر دیده بودم. منی که جرئت نمی‌کردم جواب سلامی کسی رو بدم، دختر و پسرم نداشت. آخر سال نصف بیشتر تهران رو یاد گرفته بودم. تمام کوچه پس کوچه‌های انقلاب رو زیر و رو کرده بودیم. از صبح مثل تراکتور انگار شغلمون باشه بلند می‌شدیم و خیابونگردی می‌کردیم. اتفاقا اینجوری بهتر می‌فهمیدم توی کتاب‌های قفسه توی فلسفه ها چیا نوشتن. هر چقدر متضاد بود، ولی همین متضاد بودن باعث میشد یه چفتی بشه و مطالب رو بهتر درک کنم. و اونایی که همراستا بود مثل شعر حفظشون میکردم و سر هر کوی و برزن جار میزدم. برای همینم بود که بچه‌ها با هم رابطه خوبی گرفته بودن. فاصله بین درس و زندگی رو خیلی کم کرده بودم. برای همین دوست داشتن توی خیابونگردی‌هاشون منو هم ببرن. هرچی توی کتابا خونده بودم، همه مکاتب و فیلسوف‌های غربی رو با در و دیوار شهر تطبیق می‌دادم. به خصوص ترم دوم که ترکی. با هر کی رفته بودم بیرون، امتحان پایان ترم بدون هیچ تلاشی نمره بالا گرفته بود. بچه‌ها بهم میگفتن بلگردیامون شده گردش علمی. اما هنوز خیلی کم بود. احساس می‌کردم، یعنی بعدش فهمیدم که توی اون سالها توی ابرها بودم. سال دوم فهمیدم تطبیق‌ها خیلی سطحیه. کتاب‌ها که تا حدودی کامل بودن با تاریخچه هر مبحثی روبرویم بودن. منابع زمان اصلی رو میشد پیدا کرد و داشته‌هام رو تکمیل میکرد. اما این طرف توی یه سال فقط پوست تهران رو دیده بودم. اون پسره سال آخر بود، ولی چه سال آخری؟ دوره ارشدش وارد سال 4 شده بود. چیزی که اهمیت داشته این بود که من رو وصل کرد به لایه‌های زیری شهر. از بدو آشنایی درباره فلسفه و هنر و بیشتر سیاست حرف میزد. خیلی حرف زدیم. هر روز قرار میذاشتیم و حرف میزدیم و راه میرفتیم و حرف میزدیم. توی پارک، توی فروشگاه، توی کوه، توی ابر، توی هر سوراخ و بیابونی. یه ماهی گذشت. همه چی خوب بود، ولی یه جوری بود که انگار بیشتر رفیق بودیم تا اینکه توی رابطه باشیم. اولش که شروع شد این ذهنیت رو داشتم که قراره یه رابطه‌ای برقرار بشه، ولی کم کم دیدم اینجوریه. منم با دید همون رفیق نگاهش کردم تا اینکه یه روز گفت امشب میام دنبالت خوابگاه، یه جوری خوابگاه رو بپیچون شب بریم خونه یکی از دوستان. قلبم داشت میایستاد. تازه یادش اومده بود که به چیزای دیگه هم میشه فکر کرد یا کارهای دیگه هم میشه کرد. رفتیم اکباتان. توی راه تعریف کرد که جریان از چه قراره. نه، قرار نبود کار دیگه بکنیم. ولی چیزی که تعریف کرد اونقدر هیجان و تپش قلبم رو بالا برد که همه چی رو فراموش کردم. از انقلاب تا اکباتان تا توی خونه رو نفهمیدم چطوری رسیدیم. تا وارد خونه شدیم یکباره همه چی آروم شد. تمام التهابم فروکش کرد. خونه خیلی آرومی بود. حدود 7-8 تایی بودیم، ولی خیلی آروم که توی گوشه هم صحبت می‌کردن یا یه گوشه نشسته بودن و سیگار می‌کشیدن و چای می‌خوردن. دوستم به یه خانم معرفیم کرد. البته به همه معرفیم کرد، ولی یه طوری بود که مخاطبش خانمه بود. خانم صابخونه بود. ولی دیگه همه متوجه شدن که سال دوم فلسفه غرب هستم و خیلی اکتیوم و از این فیلسوفای خونه نشین و کافه نشین نیستم. کلی هم از محله‌های تهران رو مثل کف دست میشناسم و از این حرفا. صاحب خونه حدودای 40 سالی داشت. لبخندش و چشماش، هر وقت میخوام ازش صحبت کنم لبخندش و چشماش جلوم ظاهر میشه. جوری بود که انگار تا دنیا وقت داریم. خیلی آروم بود. همین آرامشش رو منتقل میکرد. هر کسی صحبت میکرد با دقت گوش میکرد و اصلا اهمیتی نداشت صحبتش چقدر طول بکشه.
تا تیر ماه یکی از جاهایی که مدام میرفتیم همونجا بود. اگه چند روزی نبودش، مثلا رفته بود مسافرت، مثل مرغ سرکنده میشدیم. نمیدونستیم چه کار کنیم، حیرون بودیم. بالاخره تیر ماه اومد. داشت یه اتفاقایی میافتاد، اما فضای دانشگاه گنجایش این همه التهاب رو نداشت. منی که تا قبل از این وقتی میرفتم توی فضای دانشگاه احساس میکردم هر آن ممکنه گم بشم و همه ورودی ها و خروجی ها رو نشونه گذاری میکردم، توی همه اون لحظه ها فکر میکردم چقدر فضای دانشگاه تنگ و کوچیکه، انگار شده زندان. توی این حجم از التهاب یهو خبر دستگیری پسر رو بهم دادن. داشتن سکته میکردن، نمیتونستم نفس بکشم. با بچه‌ها راه میرفتم، هر جا شلوغ‌تر بود میرفتیم اون سمت. یهو یه عده میدویدن، منم همراهشون میدویدم. بی اراده شده بودم، راهی هم نبود که بتونم ازش خبر بگیرم. وسط اون همه هاگیر واگیر زن صاحبخونه رو دیدم که اونم تا منو دید اشاره داد بهم. دویدم سمتش. به من و 2 تا از بچه‌ها گفت بریم سمت سالن ورزشی و میگفت نمیدونم کدوم خری داره بچه‌ها رو میبره توی سالن، هر جور شده نذارین برن تو. هر کی از بچه‌ها رو هم دیدن با خودتون ببرید. آخرین باری شد که اون زن رو دیدم. ما فقط دویدیم سمت سالن ورزشی. تا رسیدیم دیدیم کسی نیست. صدا از توی سالن میومد. همین که پامونو گذاشتیم توی سالن، قبل از اینکه کاری کنیم و حرفی بزنیم، در سالن رو بستن. لباس شخصی‌ها ریختن. حراست درا رو نگه داشته بود و لباس شخصی‌ها با باتوم دانشجوها رو درو می‌کردن. جلوی چشمم باتوم رو زد پشت سر یه دانشجو. چشماش ترکید. خون شد. فقط جیغ می‌کشیدیم. باتوم میچرخید و به هر جای هر کسی کوبیده میشد. کلی آدم زیر دست و پا له شد. صدای خرد شدن استخوان دست و پای بچه‌ها رو میشنیدم. میدیدم که استخوان چطور زیر پوست جابجا میشه و آویزون میشه. فقط هول میخوردم به یه طرفی. یکی از درهای کوچیک سالن رو باز کرده بودن و بچه‌ها داشتن فرار میکردن. تا پام رسید بیرون، یکی دستمو گرفت و کشید و دویدیم. مچ دستم داشت کنده میشد. همون موقع هم تو پل بودم. حوالی 5:30-6 بود که حسابی هوا تاریک شد. همه چراغا رو خاموش کرده بودن، برق رو قطع کرده بودن. جرئت نداشتیم از در اصلی خارج بشیم. یه راهی بلد بودیم، یه راه مخفی که به یه کوچه‌ای میخورد. از لای نرده‌ها خودمون رو کشیدیم بیرون. تا پام رو گذاشتم بیرون، تمام انرژیم تخلیه شد. همونجا افتادم زمین. دوستم کنارم نشست. یه لحظه از نفس زدن نمیافتادیم. نمیدونستیم چیکار کنیم. بریم خوابگاه یا نه. توی اون وضعیت جایی نبود بریم و از طرفی باید خبر میگرفتیم ببینیم چه بلایی سر بچه‌ها اومده. تنها جایی که میشد بریم خوابگاه بود. از همه جا خطرناکتر هم خوابگاه بود. همه برگشت بودن خوابگاه. همه آش و لاش شده بودن. هر کی یه گوشه افتاده بود. زخمی شدنشون یه طرف، نگرانی و اضطراب از چیزایی که دیده بودن یه طرف. هر کسی یه دوست و رفیقی داشت که گرفته بودنش. یه عده حسابی کتک خورده بودن. یه عده از بس از این طرف و اون طرف دویده بودن، دیگه جون نداشتن راه برن. همه صداها گرفته بود. از بس جیغ زده بودن. 1-2 ساعتی که گذشت یه مقداری التهاب فروکش کرد. یه عده خوابیدن و کم کم خوابگاه داشت آروم میشد که حراست اومد و اسم من و دوستم رو صدا کرد. حراست تحویلمون داد به چند تا مرد که با پاترول منتظرمون بودن. 2 کوچه جلوتر رفتیم. ایستاد. چشم‌بند بهمون داد که ببندیم. بعدش خودشون روی سرمون کیسه کشیدن. بعد خیلی آروم حرکت کردن و شروع کردن تهدید کردن. اول افراد خانواده و اینکه چه کاره هستن. بعد تهدید کردن که میتونن چه بلایی سرمون بیارن و سر خانواده‌مون. صدای گریه دوستم رو که شنیدم به خودم اومدم. تازه فهمیدم که چه بلایی سرمون اومده و گرفتار چه بلایی شدیم. سراسر شوک بودم. اسم تک تک کسایی که باشون در ارتباط بودیم رو آوردن و گفتن که چه بلایی سرشون آوردن و قراره بیارن. اسم پسرا رو نیاوردن، اسم زن صاحبخونه رو هم نیاوردن. انگار از اون ارتباطات خبر نداشته باشن. دلیل این که فقط توی ماشین تهدیدمون کردن و بازداشتمون نکردن همین بود. اگه خبر داشتن همون بلا رو سر ما هم میآوردن. همون بلایی که بعدها فهمیدم سر اون پسر و زن صاحبخونه و چند تایی از کسایی که میشناختمشون آورده بودن. چیزی حدود 2 ساعتی طولش دادن. بعدش ایستاد و کیسه و چشم‌بند رو باز کرد و گفتن پیاده شین. وسط ناکجا آباد. تا 1 ساعت میگشتیم یه ماشینی پیدا کنیم که برگردیم خوابگاه. نزدیک اتوبان خارج شهر پیدامون کرده بودن. آخرش بهمون گفتن همین فردا برمیگردین خونه‌هاتون، ترتیب انتقالی به شهراتون رو میدین، خودتون نیاین، پدر مادرتون رو بفرستید و دیگه حق ندارید پاتون رو بذارید دانشگاه تهران. همین شد. فرداش برگشتیم خونه. دیگه هیچ وقت پامو تهران نذاشتم، چه برسه به دانشگاه. تلفنی چند باری همون اوایل سراغ گرفتم و سراغی ازم گرفتن، ولی دیگه نشد. این بیشتر از ترسم.
الان فقط همینجا رو دارم. برای سرگرمی خوبه. دخترم هم میره مدرسه. 6. از خروجی کتابخانه که زدیم بیرون وارد راهرویی شدیم. دالانی بود که انتهایش را نمیدیدم. انگار وسط دو آینه روبروی هم قرار گرفته بودیم. روشن بود ولی هیچ چراغی نبود. درهای دو طرف راهرو روبروی هم بودند و تکرار میشد. بدون هیچ نشانه ای، همرنگ دیوار، همرنگ کف و سقف. نرگس جباری بدون اینکه نگاه هم کند قدمهایش را آهسته تر کرد. پایین را نگاه میکرد. انگار به نوک پاهایش که با حالتی یک نواخت برداشته و گذاشته میشد. قدمهایش آهسته به جلو میبردمان و درهای روبروی هم و شکل هم را یکی یکی پشت سر میگذاشتیم. گفت دیگه رسیدیم. پا سست کردم ولی او نایستاد. من هم به حرکتم ادامه دادم. گفت این آخرین جاییه که با هم میریم. بعدش دیگه وارد مرکز نیزار میشیم و بچه‌ها رو میبینیم. این آخرین باریه که همدیگه رو میبینیم. ایستاد جلوی یکی از هزاران دری که قبل و بعدش بود. درهایی که همه‌شون یک شکل بودن. در باز شد. زنی کنار تخت ایستاده بود. تختی که در احاطه تجهیزات برقی و غیر برقی قرار داشت. سیم‌هایشان روی تخت افتاده بودند. سوزن‌های سرم، لوله‌های اکسیژن دهانی و بینی، فشارسنج، دستگاه نشان دهنده علائم حیاتی. نرگس جباری زن را بغل کرد و رو به من معرفیش کرد. زیبا سمتم آمد، بغلم کرد. دوست داری ببینی یا دوست داری تعریف کنم؟ به نرگس جباری نگاه کردم. گفت من فقط یه بار تونستم ببینم. بعضی وقتا فکر میکنم دیده ها و شنیده هم خیلی هن. ولی چرا نمیتونم تحمل کنم؟ انگار هرچی بیشتر میبینم و میشنوم ظرفیتم کمتر میشه. حس میکردم تمام تنم میلرزد. به زیبا نگاه کردم. صورتش داشت تغییر میکرد. ورم میکرد. زخمهایی روی صورتش میافتاد و کبودی‌هایی. برهنه شد و روی تخت دراز کشید. بیهوش شدم. در سیاهی فقط صدای باران می آمد. بوی شوری دریا دماغم را پر می کرد. ناگهان انگار از ته اقیانوس بیرون کشیده شده باشم به هوش آمدم. روی صندلی کنار تخت افتاده بودم. در خلأ بودم. نیاز به نفس کشیدن داشتم. اما در خلأ بودم. نمیدانستم چند ثانیه دیگر می توانم دوام بیاورم. نرگس جباری را آن سوی تخت می دیدم ایستاده بود. زیبا روی تخت دراز کشیده بود. دستگاه‌ها وصل بودند. ملافه‌ای روی تنش کشیده شده بود. صورتش را نتوانستم نگاه کنم. چهرهش با آنچه قبل از بیهوشی دیده بودم هیچ شباهتی نداشت. صدای بوق ریز و ممتدی توی گوشم پیچید. همان لحظه بود که توانستم نفس بکشم. نرگس جباری روی صورت زیبا خم شد. وقتی آوردنیش می‌خواستن شلنگ هوا رو توی بینیش رد کنن نمیتونستن. تمام استخوان‌های بینیش شکسته بود. از معده‌اش لخته‌های خون در آوردن. شکستگی گونه، شکستگی ابروها، زبونش و لثه‌هاش لک شده بودن و دندون توی دهنش نمونده بود. انگار با کپسول آتش نشانی کوبیده بودن تو صورتش. نه یه بار که 10 بار. ملافه رو کنار کشید و تمام تنش پر شده بود از زخم. رد عمیق شلاقی که از کابل باشد. استخوان‌های ساعد و بازو و انگشتاش حالتی غیر عادی پیدا کرده بودند. استخوان‌های شکسته و ورم کرده، چند تایی از ناخن‌ها کنده شده بودند و چند تای دیگرش نصف نیمه شکسته شده بودند. نوک انگشت‌ها سوخته شده بودند بر اثر اتصال برق. پاهایش هم همینطور. استخوان‌ها از جا درآمده شکسته، رد شلاقی کبودی و کوفتگی سوختگی دایره بر اثر خاموش کردن سیگار، بر مچ‌ها رد کبودی و خونمردگی بر اثر فشار بسته بودن در زمان طولانی. نرگس جباری انگشتش را بر ردی از شلاق کشید و گفت چرا؟ واقعا چرا؟ هیچ وقت نتونستم خودم را جای کسایی بذارم که این بلاها رو سر مردم میارن. لای پاهاشو نگاه کن، دریده شدی. دریدن به تمام معنا. کاملا چاک خورده و باز شده. مجاری ادراریش مسدود شده. از پایین شکمش سوراخ کردن، شلنگ زدن تا بتونن مثانه‌شو که ورم کرده بود تخلیه کنن. تکیه دادم به تخت. به زور صدای خودم را میشنیدم. تا حالا با اونا ملاقاتم داشتی؟ با هر کدوم از اون کثافتایی که دستشون با قدرت مذهبی یکی بوده؟ ملافه رو آرام روی تن زیبا کشید. گفت نه نخواستم. چه فایده داره؟ مثلا برم توف کنم تو صورتشون یا انتقام بگیرم؟ اونا الان مرده حساب میان. یه دکتری که بر حسب تصادف شیفتش بوده اطلاع رسانی کرد.
میگفت مرگ مغزی شده بود. با ضربه‌های شدیدی که به سرش زده بودن مغزش له شده بوده. ولی چیزی نزدیک 2 هفته به دستگاه وصلش میکنن که بدنش بتونه خودش رو ترمیم کنه، که یعنی شکنجه‌های روی بدنش از بین بره. اما نشد. قلبش هم از کار افتاد. ملافه رو تا روی صورت زیبا بالا کشید. بادی وزید. چشمهایم را بستم. چشم که باز کردم خود را میان نیزار دیدم. صدایی از کمی آن سوتر می آمد. دشت علق قسمت 8. AvageBook.com فصل 7. لولیتاهای خاموش. چیز خاصی نبودم. استعداد خاصی نداشتم. مثل همه بودم. جز کارهای بینا. به مرحله‌ای رسیده بودم که حسشان می‌کردم. لایه‌های نیها به کمترین حد ممکن رسیده بودند. فقط مانده بود یک پرده که با یک حرکت از چپ به راست کنار رود، برداشته شود و ببینمشان. مهتاب هم همراهی می‌کرد. درخشان‌تر شده بود. صدای پچ‌پچه‌های نرمشان را می‌شنیدم. صدای قدم‌هایی که در مانداب لای نیها در رفت و آمد بودند. صدایی شبیه فرو شدن و کشیده شدن پارویی در آب راکد دریاچه. چگونه است که ارواح توی آب راه می‌روند؟ چگونه است برای اینکه راهشان را باز کنند نیها را کنار می‌زنند؟ یعنی این تخیل من بود که آنها را زنده می‌خواست، یا تخیل آنها بود که خود را زنده می‌پنداشتند؟ اگر تخیل بود چنان قدرتمند بود که از همه واقعیت‌ها آنها را واقعی‌تر ظاهر کرده بود، یا نه پاهایشان، ریشه‌هایشان در آب پنهان بود، آب زنده نگهشان داشته بود. این هوا نیست که همه چیز را در بر گرفته و در همه جا نفوذ می‌کند. این آب است که کالبد آنها را استوار نگه داشته بود. آب جاری. آب همانقدر انتزاعی که خیال‌انگیز، مادی، ملموس و راهی برای انتقال مواد غذایی به جسم انسانی و هر موجودیت زنده‌ای. می‌بینمش. اولینشان را دیدم. روی نیها لمیده و با لنگ کفشش بر می‌رفت. به اندازه بچه گربه‌ای خزیده لای نیها، انگار وزنش نیها را خم نکرده بود تا رویشان بنشیند، بلکه نیها خمیده شده بودند و جایی برایش باز کرده بودند. دیگری را دیدم. سبک بود. آنقدر سبک بود که میتوانست از نی بالا برود. لاغر، با بازوهای باریکتر از نیها. موهای کوتاه قهوه‌ای با دهانی بزرگ که خنده بزرگ را ساخته بود. دندانهایش روشنایی مهتاب را با خود این سو آن سو می‌برد. بعدی آدمی بیرنگ با چشمهای بسته، روحی کوچک به رنگ آدمی زنده. احوال عادل را توصیف کردم. به هر کس که نگاه می‌کردم، نه فقط نام که همه هستی و زندگیش پیش رویم ظاهر می‌شد. عادل. تقریباً همسن و سال بودیم. چقدر پرمدعا. از قیافه‌اش پیدا بود. کنج خلوتی گزیده نیها را به هم جفت کرده و می‌بافتشان. پیدا بود نمی‌خواهد از کسی فرمان بگیرد. نور مهتاب، نور مات مهتاب، نور وهم‌انگیز مهتاب، همانقدر که به اطرافم موجودیت می‌بخشید، همانقدر شک برانگیزش می‌کرد. حرکاتی را می‌دیدم که باید زمانی می‌گذشت تا متوجه شوم پژواکی از وهمی بیش نبوده. صدای باد می‌آمد، صدای لرزش و به هم ساییده شدن نیها می‌آمد. نگاه که می‌کردم هیچ جنبشی را حس نمی‌کرد. صدا قطع می‌شد. حتی صدای نفسی را نمی‌شنیدم. به بالا، به سر نیها که نگاه می‌کردم در نوسان بودند، در رفت و برگشت، انگار که تنه‌شان را از بیخ می‌تکاندند. رضا، عبد، فرخ، حمید. باورم نمی‌شد که چقدر بیخیالند. نمی‌فهمیدند که آنچه می‌بینم، آنچه انعکاس نور مات مهتاب به سمتم می‌تاباند، چقدرش وهم است. با نیها توپی ساخته بودند و والیبال بازی می‌کردند. نیها را به هم بافته و روی آب فرش کرده بودند. رویش نشسته و توپ نی را برای هم پرت می‌کردند.
ماجد لاک‌پشت‌ها را دور خود جمع کرده بود. فرهاد سگی را در آغوش کشیده بود و نمیگذاشت به لاک‌پشت‌های ماجد حمله کند. سعید و بهرام بی هیچ شرمی ترسشان را نشان میدادند، طوری به هر نی دست میکشیدند که انگار ممکن است کسی پشتش پنهان شده باشد. حتی بر تن نیها هم رعشه میافتاد. بالا میرفتند، پایین میآمدند، موسی را با خود میکشاندند تا بروند پرده های نیی را کنار بزنند، ببینند آن بیرون چه خبر است. با هم پچ پچ میکردند، بعد میرفتند با گروه دیگر صحبت میکردند و دل آنها را هم آشوب میکردند. دل من هم آشوب میشد. حس میکردم لعاب مانداب غلیظتر شده بود. رنگ آب را نمیتوانستم تشخیص بدهم. آشوب توی دلم به آب رنگ میداد، تیره ترش میکرد. رنگ خون، رنگ مواد شیمیایی یا مواد سوزاننده روی آب شناور شدند. به نیزار نفوذ کردند. فکر میکردم میخواهند نیزار را به آتش بکشند. نوک انگشتهایم را آرام به آب زدم، به هم مالیدمشان. بو میکردم، بوی مردار میداد، بوی تعفن، بوی خودمان بود، نه مواد شیمیایی و مواد سوزاننده. دلم آرام گرفت. رنگ آب روشن‌تر شد و سطح مانداب مواج. گروه تجسس از راه رسید. عده‌ای از کسانی که در دور و اطراف محیط نشسته بودند بلند می‌شوند. چند تا ایشان از کسانی بودند که داشتند والیبال بازی می‌کردند. از گروه تجسس استقبال شد. همدیگر را در آغوش گرفتند. از همدیگر عبور می‌کردند. گروه تجسس جدید منسجم می‌شد. راه دیگری توی نیزار مشخص کردند و رفتند. گروه آمده در محیط پخش شد. چند تایشان جای آنهایی که رفتند را در تیم‌های والیبال گرفتند. بعضی‌ها هم هنوز آمده و نیامده، هنوز نشسته و ننشسته شروع کردند به بافتن نیها. این مهتاب خورشید است. به مهتابتان نگاه کنید. نه در خیال، نه فقط در دیدن این کلمات، بلکه به واقع بلند شوید. نسخه کاغذی یا PDF را بگذارید روی زمین، کنار تخت یا روی میز یا هر کجا که کنار دستتان است. بروید جایی که مهتاب را می‌شود دید. چرا حرف به حرف چشم میچرخانید؟ چرا حرفها را به هم میچسبانید و کلمه میسازید؟ خواهش میکنم، التماس میکنم، بلند شوید بروید توی حیاط یا هر جایی که مهتاب را میتوانید ببینید. مهتاب دریچه‌ای است که میتوانم از آنجا برایتان دست تکان بدهم. مهتاب در آن جایی که بودم سنگ شده بود. شما هم سنگ شده اید. من هم سنگ شدم. ای کاش آبهای مانداب من را در خود حل میکرد. ای کسانی که رفتید و مهتاب را دیدید. ای کسانی که از جایتان تکان نخوردید و سنگ شدید. ای کسانی که تردید دارید در اینکه این کلمات برای شما نوشته شده یا نه. ای کسانی که دستم به سوی شما دراز است. ای کسانی که خبر را شنیدید. ای کسانی که میدانید کجا رسیدم. ای کسانی که کسی هستید. ای کسانی که دوباره انگشتانم را در آب فرو کردم. دستهایم را تا کف مانداب فرو کردم. آب تا زانوهایم بود. زانو زدم. به بوی تعفن نزدیکتر شدم. صورتم را توی آب فرو کردم. جریان آب را حس کردم. آب بر روی تن تک تکشان گذر کرد و گرد همه سوراخ‌های تنشان می‌گذشت و خون و چرک تنشان را در خود جمع می‌کرد و با خود می‌برد. با خون و چرک تنشان از تخیلشان با آب می‌گفتند. آب را لمس کردم. دردهایشان را در می‌یافتم. می‌فهمیدم چند تیر چند تن را سوراخ کرده. می‌فهمیدم نامشان چیست و از کجا آمده‌اند. می‌توانستم بفهمم آرزویشان چیست. آب را چنگ می‌زدم. دهانم را از مانداب پر می‌کردم. طعم شوری و لجن و نی و گندیدگی توی دهانم می‌چرخید. می‌توانستم برق تیرهایی که شلیک شده بودند را ببینم. می‌توانستم صدای رگبار مسلسل‌هایی که چند روز پیش به رویشان گرفته شده بود را بشنوم. آب توی دهانم را با قی بیرون ریختم. بالا آوردم. کف مانداب را چنگ زدم. حسش می‌کردم. انگشت‌هایم در لاشه نی‌ها و سنگ‌ها و شیشه‌ها فرو می‌رفت و جر می‌خورد. داشت خونم با خون آن همه خونی که در آب شسته شده بود می‌آمیخت. قاطیشان شدم. نیازی نبود سرشان را توی آب کنند تا سیراب شوند و املاح به معدهشان برسد و تغذیهشان کامل شود. آب خودش می‌آمد و به تک تک سوراخ‌های تنشان سر می‌زد.
سرش را فرو می‌کرد توی تنشان، شستشویشان می‌داد، همچون مادری سینه‌اش را در دهان سلول‌های تنشان می‌گذاشت و شیرش را که حاوی عصاره نی و شوری زمین و خون دیگران بود را به حلق سلول‌ها می‌ریخت. خون دیگران گزارش‌های خود را به تن دیگران وارد می‌کرد. برای همین در نیزار سکوت بود. کلمه ای رد و بدل نمی‌شد. اما همه چیز هم را می‌دانستند. من هم دانستم. با سرانگشت‌هایم فهمیدمشان. کلماتی که اینجا انگاشته می‌شود از همان آبی است که در سرانگشت‌هایم باقی مانده. آنها هیچ کدامشان روح نبودند. جسم بودند. جسم‌هایی سوراخ شده که از آب نیزار زنده بودند. خسته نمی‌شدند. دلشان ضعف نمی‌رفت. حرف نمی‌زدند یا فقط پیش گوش هم نجوا می‌کردند. مهتاب را سنگ کرده بودند. مهتاب ذره‌ای از جایش تکان نمی‌خورد. نورش را در حدی تنظیم کرده بودند که تمامی دقایق در وهم سپری شود. نیزار را تسخیر کرده بودند و می‌خواستند طوفان بزرگ، سیلی که دنیا را پر آب می‌کند را راه بیندازند. صدای عطسه‌ای شنیدم. برای باور نکردن بود. شک کردم که نکند خودم عطسه کردم و آنقدر غرق در مانداب شدم که نمی‌دانم کیستم در این میانه. 2 نفر کناری نشسته بودند و یکیشان لبخند بزرگی داشت. آنقدر که تمامی دندانهایش دیده میشد. میخندید اما صدایی نداشت. شانه‌هایش بالا و پایین میشد و آب را مواج میکرد. اما صدایی بیرون نمیداد. کسی که کنارش بود کف 2 دستش را به هم چسبانده بود و تا نزدیک صورتش بالا آورده بود. چشم‌های حیرت زده‌ای داشت و لبخندی داشت که تنها جوابی برای خنده‌های کناریش بود. چشم‌های متعجبش را از کف دستش به چشم‌های کناریش می‌چرخاند و باز به کف دستش نگاه می‌کرد. به زبان آمد. چقدر بزرگه. اندازه یه نوزاده. فکر کنم نصف مغزم رو از دست دادم. مرد خندان گفت پس راسته که گربه از توی دماغ شیر به وجود اومده و خوک از دماغ فیل افتاده. متوجه عده دیگر شدم. طوری فضا رو ساخته بودند که نمیشد فکر کرد جایی بهتر از آن در دنیا میتواند باشد. این حس که آن سکوی شیبدار بافته شده از نیها بهترین مکان دنیاست را از سکو نگرفتم. از کسانی گرفتم که رویش نشسته بودند و پاهایشان را در مانداب و لای نیها بازی میدادند. دنیا برای آنها در همان لحظه همان لذت مدام خلاصه میشد که فکر میکنم برای همه در همان لحظه خلاصه میشود. مگر آدم‌های لوکس دنیا چه کار میکنن؟ میروند به اقامتگاه‌های لوکس و کنار استخرهای لوکس و پاهای لوکسشان را در آب بازی میدهند و به منظره دریا و جنگل و کوه نگاه میکنند. آن لذت مدام را هر سال در اقامتگاه لوکس دیگری تکرار میکنند. آدمی مگر چه میخواهد؟ آدمی مگر چیست؟ از لبخندهایی که میتوانست تا ابد ادامه داشته باشد. معلوم بود چه چیزی دارند، چه تمنایی دارند، چه طعمی دارند. اگر این مهتاب سنگی نبود، اگر توی نیزار نبود، اگر تنشان سوراخ نبود، روی جراحی بودند، روی کمر گاومیشی تکیه داده بودند و پاهایشان را پارووار بر رودخانه میکوبیدند. اگر با پدر یا عمو به صیادی رفته بودند، لبه قایق میایستادند و قوسی میزدند و تن تفتیدهشان را خنک میکردند. سازه‌هایشان آنها را از همه عالم دور کرده بود. مگر از زندگیشان چه خواسته ای جز این داشتند؟ از میان نیزار 2 نفر آمدند. صدای خورناسه‌ای ممتد و جیغ‌زن وسط آن همه سکوت ترسناک بود. 2 نفر تناب‌هایی بر دوش داشتند و خورناسه را از میان نیها می‌کشیدند و می‌آوردند. گراز بود. دست و پایش را بسته بودند. آب مانداب از زانوهایمان بالاتر بود. ولی هیبت گراز چنان بود که انگار مانداب تنها می‌توانست کمی پشمایش را مرطوب کند. با هر تکان نیش‌های بلندش لای کف نیزار را درو می‌کرد تا چندین متر می‌پراکند. خورناسه می‌کشید و نیش‌های بلندش را می‌چرخاند، ولی با تمام وحشتی که از نعره‌ها و نیش‌هایش می‌ساخت توان جنباندن تنش را نداشت. همه جمع شدند و میدانی ساختند. مهتاب با تمام وهم‌انگیزی‌اش نتوانست تردیدی در شناختشان ایجاد کند. غسان بود. حامد در سایه‌اش فرمانبردار ایستاده بود.
همچون سایه غسان در پناهش با قامتی خم ایستاده تا سینه غسان ستبرتر جلوه کند. همه دورشان میدان شدند. چند نفر طناب‌ها را از دستشان گرفتند. چند نفر دیگر از همان مسیری که گراز را کشانده بودند آمدند. گرزهای بلندی داشتند که روی دوشهایشان انداخته بودند. تا به حلقه پیوستن غسان سر کشید، سرگردان و وقتی خیالش راحت شد که همه آمدند، قداره‌اش را راست برافراشت و نیمخیز شد. خرناسه‌های گراز به ناله تبدیل شده بودند. انگار جثه‌اش ریزتر شده بود. می توانستم ببینم که نصف تنش زیر آب رفته بود. طناب‌ها را از دو طرف می کشیدند که گراز نتواند بجنبد. غسان تا بالای سر گراز رسید. به یکی از کسانی که گرز بلندی داشت اشاره کرد. او هم نیمخیز شد و گرزش را جلوی صورت گراز گرفت. غسان قداره را توی گلوی گراز فرو کرد. گراز تا دهان باز کرد و آمد نیش‌های بلندش را به چرخاند، گرز را توی دهانش چپاندند. غسان قداره را بیرون کشید و دو کف دستش را به هم چسباند و کاسه‌ای بزرگ ساخت و خونی که فواره می‌زد را توی مشت‌هایش جمع کرد و به آسمان پاشید. در دم همه آمدند و دستها را پرخون کردند و رو به مهتاب پاشیدند. دم به دم خون به مهتاب می پاشیدند. آنقدر پاشیدند که تصویر مهتاب و خون ثابت شده بود و به خیالم آمد که همه خونها به مهتاب رسیدند و صورتش را سرخ کردند. انگار هرچه خون به آسمان می رفت بازگشتی نداشت. انگار همه خونها در آسمان شناور شده بودند و می رفتند تا خود را به مهتاب برسانند. ناگاه باران بارید. باران خون. هر قطره خونی که به مانداب می رسید غل می خورد و هرچه شدت بارندگی بیشتر می شد مانداب بیشتر غل می زد. می جوشید و داغ می شد. خونها که بر سر و صورتمان می ریخت سرد بود، اما تا به آب می رسید داغ می شد و می جوشاندش. هر کسی چاقو و قداره‌ای کشید و گراز را تکه تکه کردند. حامد هم قداره‌ای داشت. قداره‌اش راست نبود. از میانه‌اش انحنا داشت. قداره بلند و قوسدارش را در لثه‌های گراز فرو کرد و نیش‌های بلندش را کشید. روی دندان گراز خم شد و با فشار نیش‌ها را عقب و جلو می‌کرد و قداره‌اش را فرو می‌کرد تا ریشه‌هایش را ببرد. سر بلند می‌کرد و به من نگاه می‌کرد. نیش که بیرون کشیده شد بلند شد و آمد به سویم گرفتشان. از لای نیها به طرفشان رفتم و نیش‌های گراز را گرفتم. توی مانداب که قلقل می‌زد نشستم و نیش‌ها را شستم. نیش‌ها را توی جیبم فرو کردم. حامد بغلم کرد و توی گوشم خواند: تو چی کار کردی؟ معجزه کردی. اینا همش معجزه است. ببین هیچی بهشون نگفتم. تو هم نگو. بعدش بریم یه گوشه با هم صحبت کنیم. خیلی مهمه که صحبت کنیم. به اهالی نیزار معرفیم کرد. اول از همه به برادرش غسان. به همه. به تک تکشان میگفت که من باعث شدم که او بتواند به اینجا بیاید. تک تکشان به سمتم آمدند و بغلم کردند. دست میفشردم به بازوها و انگشت‌های نییشان. دورم حلقه شدند. دست میکشیدم به نیها. لابلای نیها گرم فشرده میشدم. دست میکشیدم به نیها. لابلای نیها دستم روی انگشتی ساعدی میلغزید. همه تنهای نیی را می توانستم یک جا توی بغلم بگیرم. وزنم را رویشان می انداختم. دست بر شانه هم می گذاشتند و تکیه می دادند. چقدر راحت می شد به یک نی تکیه داد. چقدر سبک شده بودند. اگر اصرار و پافشاری این نبود الان اینجا نبودم. می چرخید و باز برمیگشت و برادرش را بغل می کرد و می چرخید و باز من را به برادرش معرفی می کرد. میچرخید و باز برادرش را به من معرفی میکرد. دلم میخواست با نیها صحبت کنم. انگشتر مادر بزرگ حبیب را از جیبم درآوردم. نیها را یکی یکی خم میکردم و انگشتر را روی تک تکشان امتحان میکردم. هزاران انگشت از زمین رویده بودند. دلم میخواست انگشتر حبیب را به همهشان بسپارم. یواش یواش از شلوغی ها کشاندم کنار. شلوغی ها هم به لابلای نیها پراکنده شدند. چشمایش برق میزد. دستهایش از شدت هیجان میلرزید. 1000 بار بغلم کرد و بوسید. باید یه راهی پیدا کنم که اینجا پیش غسان بمونم. پیش این بچه‌ها بمونم. نمیدونی چقدر خوشحالم. دارم بال در میارم. بعد یه عمر زندگی و فاصله‌ای که بینمون بود با غسان
با هم یک کاری کردیم، با هم رفتیم شکار گراز، مثل 1000 سال پیش که با هم میرفتیم فوتبال. مگه اون بیرون چی است؟ هر چی میخواد باشه باشه. لحظه لحظه اون بیرون باعث شده بود که از برادرم دور و دورتر بشم. فقط اینجا هیچی باعث نمیشه ازش دور بشم. برعکس همه چیز باعث میشه بهش نزدیکتر بشم. نمیدونم چی شد که دیگه ندیدمت. پا که گذاشتم توی نیزار حس کردم سبک شدم. حس کردم روی زمین نیستم. حس میکردم دارم میرم بالا. حس میکردم دارم از همه چیز سر در میارم. انگار تازه دارم همه چیزو میفهمم. مثل کسی که رفته باشه بالای کوه، از اون بالا بهتر شهر رو ببینه. شهر زیر پاش باشه. البته نه فقط ببینه. یه چیزایی بیشتر. انگار میتونستم تک تک خونه‌ها رو ببینم و درک کنم چی توشون هست و چی توشون نیست. هر آدمی که توی هر نقطه شهره میدونستم داره به چی فکر میکنه. داره راجع به چی حرف میزنه. هر چی سبکتر میشدم، هر چی بالاتر میرفتم، درکم بیشتر و بیشتر میشد. انگار تاریخچه آدما رو میتونستم بفهمم. حتی میتونستم آیندهشون رو بفهمم. بعدش به یه جایی رسیدم که تمام عالم و آدم شده بودن یه نقطه. از اون بالا پرت شدم. ترسیدم. فقط میتونم بگم ترسیدم، ولی یه ترسی بود که تا حالا تجربهش نکرده بودم. حس عجیبی بود که تا حالا برام پیش نیومده بود. یه ترسی بود که نمیتونم و نمیدونم بگم مثل چی بود. ولی میتونستم حس کنم تک تک موهای تنم داره سفید میشه و میریزه. حس میکردم تمام دندونام، تمام استخونام داره میشکنه. با سرعت بی نهایت داشتم سقوط میکردم رو زمین. از اون ارتفاع یه لحظه دیگه هیچی نفهمیدم. وقتی به هوش اومدم غسان بالای سرم بود. فقط گریه میکردم و جیغ میکشیدم. بغلم کرد و گریه کرد. تمام تنش میلرزید. انگار داشت التماس میکرد. باید یه کاری کنم که اینجا بمونم. نمیتونم بهشون بگم. تو هم نباید بهشون بگی. نمیتونم اینجا نمونم. اونا نیاز انسانی ندارن، ولی من هنوز آدمم. باید بمیرم، ولی نمیدونم چطوری. میترسم بمیرم ولی اینجا نباشم. نمیدونم باید چی کار کنم. اون گرازو من چه کار کردم؟ غسان تا پای جون کمکم کرد، ولی نمیدونست که هیچ کاری نکرده. فکر میکرد تا پای جونش کمکم کرده. منم باید تا پای جونم کنارش باشم. فقط همین یه جون رو دارم. برای همین میترسم، مخصوصا حالا که اینجا. نیزار، نیهای نازک، حتی آن قطورهایش هم نازکند. شاید کمی کلفتر باشند، ولی آنها هم نازک به حساب می آیند. نازک و تو خالی. نیزار قتلگاه یا پناهگاه. دیده و شنیده بودم درختهای قطور که آنقدر مقاوم هستند که می توانند ساختمانی را بر خویش بکشند و تا قرنها پایدار بمانند. از همان الوارها برای ساخت دار استفاده می کردند و می کنند. ولی این تن نحیف چگونه می تواند وسیله‌ای برای قتل شود؟ چگونه می تواند تناب دار را بر خود حمل کند و آدمی از جنس خویش را بر خویش بیاویزد؟ آنها حتی نتوانستند جان پناه باشند. آنقدر نازکند که تا به تحمل گلوله‌هایی را نداشتند که آتش می گرفتند و می آمدند و نی و نیزار را سوراخ می کردند. نیهایی که نه جان پناه هستند و نه آلت قتاله، فقط هستند، مثل ارواح که هستند و نیستند. نمیدانستم مردم یا زنده. نمیدانستم روی زمین هستم یا جایی که نمیدانم. چه کسانی می توانند به آنجا بروند، ورود کنند و آنچه هست و نیست را ببینند؟ اونا نمیدونن مردن. اولش که اینجوری دیدمشون، وقتی غسان رو بغل کردم و با هم گریه کردیم، فکر میکردم زندن. اومدن اینجا سنگر گرفتن. خودشون هم اینجوری فکر میکنن زندن. دنبال یه فرصت هستن. میگن قراره یه طوفان بیاد، یه سیل. همون موقع حمله میکنن. ولی دیدم حفرهایی که توی دستشون، توی سرشون، توی سینهشون، توی پاشون، همشون دارن. بعضیاشون چند تا حفره دارن. غسان میگه اولش که خورده درد داشت، بعدش دیگه خونش قطع شد و دردش هم از بین رفت. فکر میکنن نیزار، این آب مونده توی نیها، توی نیزار باعث شده خونشون زود بند بیاد. فکر میکنن چون اینجا هستن زنده موندن. البته یه جورایی هم زنده موندن. اینم یه جور زندگیه دیگه. به نظرت چیکار کنم؟ تو بهم یه تیر میزنی؟ فقط نگاهش میکردم. بعد فقط سرم را پایین انداختم. بعد خیلی طولانی حرفی نزدیم.
تکیه دادم به دسته ای از نیها. بی اراده خوابم بود. وقتی بیدار شدم نبودش. هنوز شب بود. توی نیزار فقط شب را می دیدم. نمیدانم چرا روز نمیشد. جرئت نداشتم از کسی بپرسم که جریانش چیست، یا اینکه ساعت چند شده و چقدر تا روشن شدن هوا باقی مانده. مهتاب همونجا مثل قبل جا خوش کرده بود و به سنگ بودگیش ادامه میداد. فصل 8. شبها و روزهای مهتابی. مرگ همچون نسیم نادیدنی میان کلمه ها و لحظه ها جاری است. جستارهای بینا. همه‌شان میگفتند طوفان بزرگی در راه است، اما جز ماهتاب در خلأ تاریکی آسمان هیچ نبود. حسم این نبود که ساعتها گذشته، بلکه انگار روزها بالای سرمان ثابت مانده. دیگر نمیدانستم زنده هم یا مرده. از وقتی حامد گفت میخواهد بمیرد، ظاهرش تغییر کرد. فکر میکردم شاید 7 شبی گذشته. اینکه چرا فکر میکردم 7 شب گذشت را نمیدانم. هر بار حامد را میدیدم متوجه لاغرتر شدنش میشدم و هر روز تبش داغتر میشد. نمیشود یک شبه این همه لاغر و سوزان شد. هر چقدر هم ماه ثابت بماند، حتی اگر شده برای ابد، هر چقدر هم وهم تاریکی نیزار عمیق‌تر شود، اینطوری نمیشود. پاهایم را در آب میکشیدم. پاهایی ورم کرده و سنگین شده. نه تنها شلوار و کفش‌هایم که انگار نیها هم در پاهایم تنیده شده بودند. پاهایم را میکشیدم و در کنار نیها و آدم‌هایی که در هم تنیده شده بودند ایستادم و به حرف‌هایشان گوش میدادم. انگار من هم برای آنها روح بودم. نمیدیدندم. وقتی کنارشان ایستادم، انگار نه انگار کسی به جمعشان نزدیک شده. بدون لحظه‌ای مکث هر آنچه میگفتند را ادامه میدادند. میشنوم. هرچه به دهانشان نگاه میکنم نمیتوانم بفهمم کدامشان هست که دارد حرف میزند. عده‌ای از بچه‌های کوره‌ها یا جراحی یا گاما هستند. انتظاراتی دارند. پشت سر هم تکرار میکردند. بخون، بخون، بخون دیگه. باز هم نتوانستم متوجه شوم چه کسانی به چه کسی میگویند بخون. همه با هم یکی از دست‌هایشان را بلند کردند. انگشت اشارهشان به آسمان بود که باز یکیشان گفت بخون یا عباس منصوری یا عباس عساکره. هلهله کردند و ناگهان ساکت شدند. یکیشان خواند حتما عباس منصوری، عباس عساکره بود. دیگر تلاشی نکردم گوینده را پیدا کنم. نصف دستت اینجا قطع می شود و نصف دیگرش در آن دنیا می سوزد. نطفه‌ات سرشته شده در فقر، سرنوشتی است ازلی و ابدی. تنها راه رهایی بخش فقیر ماندن است. بگذار مالشان را بپایند، نه تو را. خود وجود نیست. مال موجودیت می بخشد که تو نداری. قدم میزنی، کسی کاری به کارت ندارد. در پیاده روهای شلوغ قدم بزن. حاله تهی از جمعیت و پر از عطر فقر حیاتت می شود. کسی نمیخواهد کاری به کارت داشته باشد، آنقدر که اگر دست سویشان دراز کنی دور و دورتر می شوند. از دیده ها پنهان شو. نخواب جلوی بانک، نخواب جلوی شهرداری، نخواب روی نیمکت جنگل مصنوعی. مکانی بیا پنهانتر، عقبتر، باریکتر، پستر. کسی کاری به کارت ندارد، انگار هیچگاه وجود نداشتی. صداهایی از دورتر شنیدم، سرگرداندم. حروف و صداهای مبهم که میخواستم نزدیکتر بروم تا مفهوم شوم. پسوند صحبتهایشان کلمه اوباش تکرار میشد. اوباشا چراغا رو شکستن، اوباشا راهها رو بستن. اغتشاشگرا یه مشت اراذل هستن. جلوی سرویس پتروشیمیا رو گرفتن و از اونایی که تو سرویس بودن هرچی پول داشتن به زور گرفتن. یکیشون گفت تو عدنان هلالی هستی؟ دیگری جواب داد آره تو کی هستی؟ جواب داد احد دورقی، احد بشاره دورقی. یکی از بچه‌ها میگفت تو هم شرکتی بودی، اینجا چه کار میکنی؟ عدنان هلالی گفت آره هستم، ولی بچه همین دور و برام. از بچه‌های شرکت اینجا چند نفری رو دیدم، اونام بچه‌های همینجا هستن. احد بشاره دورقی گفت اوضاع توی کارخونه چطور بود؟ عدنان هلالی گفت اونام آدمن، مگه میشه ظلمو ببینی، جنایتو ببینی و گریت نگیره؟
ولی هستن کسایی که دیوسن، کسایی که از خوردن نون حروم لذت میبرن. از همین راه اینکه پاشونو بذارن رو گردن دیگرونو بالا برن، رتبه و سمت گرفتن و سرپرست شدن. آره، از اینجور آدما همه جا پیدا میشه. صدای یکی دیگه توجه دیگران رو جلب کرد. منم احمد چراغیان هستم. عدنان راست میگه. منم بودم و دیدم این آدما رو. 2-3 تایی از همکارا دور هم نشسته بودیم. اعتراضات تازه شروع شده بود. اوضاع کارخونه به هم ریخته بود. رئیسا و سرپرستا هول کرده بودن. معلوم بود حسابی سردرگم شدن. با همکارا نشسته بودیم و اتفاقایی که دیده و شنیده بودیم رو داشتیم برای هم تعریف میکردیم. یکی از همین سرپرستا که خط اتوی شلوارش گردنو میزد، یه وری لم داده بود و هی شکم گندش رو جلو مینداخت و حس میکردم الان که پایه صندلی بپکه. از وسط قشاقه صدا میداد. کمر دستای صندلی رو خرد کرده بود. باورتون نمیشه چی میگفت. من که هاج و واج مونده بودم. میگفت با خانواده بودیم، جلومونو گرفتن و گفتن نمیتونین رد چی. آخه آدم نادون نمیگه یه وقت مریض داشته باشین، ولی واقعا اگه یه نفر مریض داشته باشه باید چی کار میکرد؟ همه ناراحت شدن. خیلی مسخره است. همه ناراحت شدن برای یه وضعیت خیالی و فرضی که اگه بیمار همراهشون بود چی میشه. خلام هستن. چون بیمار همراهتون نبود جلوتون رو گرفتن. شما از کجا میدونین اگه بیمار داشتین چطوری باهاتون برخورد میکردن؟ شاید و محال و دنیای خیالی و توهم از دست دادن اندک منفعت شخصی و تملک. احمد آلبوعلی لحظه از مالش دادن 2 سوراخ روی شکمش دست نمیکشید. یکی صدایش کرد. احمد آلبوعلی. سر بلند کرد. میدیدمشان. دیگر محو نبودن. میدیدم که چه کسی را خطاب قرار میدهند و چه کسی میخواهد حرف بزند. میدیدم چه کسی اسم چه کسی را میآورد. تون، لهجه، سن، سواد، شغل و همش را میتوانستم از حرف زدنشان دریافت کنم. احمد آلبوعلی بود که میگفت به قرآن میشناسم. ما خودم بچه خورکونم. توی خورکون به قرآن کسایی هستن که خونه‌شون رو رفتن فروختن برای اینکه برای بچه‌شون شیر بخرن. با چشای خودم دیدم. به قرآن دارم با یه آدما زندگی میکنم. شب زمستون باد میزد بچه‌ش یخ کرد و مرد. زنه و مرده دیوونه شدن. نه یه شب و نه یه هفته. الان بیشتر 1 ساله دیوونه شدن و خلاص. به سید عباس آدمای محله خودشون به نون شب محتاجن، ولی هر شب یکی بهشون شام میده. مثل جزامیا شدن. صدای عباس رو میشنوم. خدا از هر چیزی عبور میکند. زمین کار. دستهای تو پر از خداست. پروراننده درخت و مزرعه گندم و شالی نمدار. آن که قبا به تن دارد و سجاده‌اش دمی نمی جنبد هم خداست. گیرنده حق خدا بودنش را میگیرد و سوزاننده روح زمین کارانند. خدایی یک لاقبا هم نوعانش هم یک قبا بیشتر ندارد. قبای سبز ملایی و شیخی، قبای خز پادشاهی، قبای آب و قرمز و سیاه قهرمانان گیش ساز سینما پر کن. چاپنده می‌خواهد خود را در دست‌های زمینکاران جای دهد. زمینکار اما با دست‌هایش خدا را از زمین می‌رویاند و انگار تنها کار است و کار می‌کند و برای کار آمده است. کار بزرگترین پاداشش است و از مالیات کارش است که بهشت را برای همگان می‌سازد. ملا، شیخ، شاه گاه و بیگاه سیاهی تملک بر زمین می‌گسترانند و پندارند خود خدا هستند. خدا خود را دارنده هرچه هست می‌داند. کار خود را فقط کار می‌داند، کاری برای رضای خدا. یکی گفت تو احمد سعدی هستی؟ بچه 6 داری؟ بهت میخوره 17-18 سالت باشه. یکی گفت واویلا فالگیر شدی؟ احمد سعدی گفت نه بابا، فالگیر کجا بود؟ از رفیقامه. احمد بابی. اومده بودم پیشش. خونهشون سمت کوی سعدیه. همون کاریابی. هیچ وقت یادم نمیره بار اولی که رفتم خونهشون. هم باشگاهی هستیم، فوتبالیستیم. یعنی خوف کرده بودم. انگار نه انگار وسط ما شهره. هر کی میومد توی مسیرم سکته میکردم و سریع میگفتم خونه احمد بابی رو میخوام. ولی بعدش دیگه باهاشون آشنا شدم. اتفاقا منتظر فرصت بودم برم پیششون. و هر کی میگفتم میرم کاریابی تعجب میکرد. احمد بابی گفت معروفه که همشون مواد فروشن. یکی گفت من علی خواجه هستم. توی کاریابی زندگی میکنم. ها پس چی؟ خودم مواد فروشم. برای اینکه نون در بیارم همه کاری کردم. یه کلیه هم فروختم. خونم فروختم.
وقتی بنزین 3 برابر گرونتر شد فهمیدم ارزش خونم 3 برابر کمتر شده. یکی دیگه گفت عباس دلمون گرفت یه شعر عاشقانه بخون. عباس میخواند: در عجبند که عاشق لیمو شده‌اند. میگویند فریاد لیمو فروشم سر میدهی و به کسی لیمو نمیفروشی. میگویم اگر سر 4 راه بیایم و دست در یقه دلبرم فرو برم و سینه های داغش را بیرون بیاورم و نوکش را زیر دندانم فشار دهم، شما چه میکنی؟ اکنون اما بر سر هر کوی و برزن دست در جیب میکنم و لیموی بیرون میآورم. لیموی سنگی در مشتم فشرده میشود. نوکش را با دندان میدرم و آب ترش روی لب و زبانم پاشیده میشود و چشمایم را فشرده میکنم. لیمو میمکم، لیمو مینوشم، لیمو میفشرم. انسانی پرهیزکار شده‌ام. اکنون میتوانم تمام لیموهای عالم را بنوشم. اینها بودند که جلوی گلوله ایستادند. رفتار شلیک کننده بهتاور است. چطور میتوان اسلحه‌ای بر دوش گذاشت تا دندان زره پوشید و رفت جلوی مردم شهری که مشعل‌های پتروشیمی‌اش میلیون‌ها دلار گاز می‌سوزانند و برای آنها جز سرب و نکبت نداشته. ایستاد و رویشان مسلسل دوشکا گرفت. در فکر عامل مسلح چه می‌گذرد که به خود اجازه می‌دهد به راحتی ماشه روغنکاری شده ژسه یا کلاشنیکوف را بکشد و مبتلایان جذام فقر را به خون بکشد. صداها لالایی می‌شوند و چشم‌هایم سنگین می‌شوند. از جمع دور می‌شوم. روی نیهای بافته شده دراز می‌کشم. روز چندم بود؟ روز؟ نه نور، نه صدا، نه اوهام. هیچ چیز تغییر نمی‌کرد. درست مثل لحظه اولی که پا به نیزار گذاشتم. خستگی و ناتوانی بیهوشم کرد. به خوابی عمیق و طولانی فرو رفتم. خوابهای طولانی کدامند؟ وقتی چشمهایم را می‌بندم و روی آب دراز می‌کشم، یا وقتی روی آب راه می‌روم و با مرده‌ها حرف می‌زنم؟ 7 بار خوابیدم. خوابهای طولانی. حبیب را پیدا نکرده بودم. انگشتر را دور مچم بسته بودم و نیشای گراز را دور گردنم انداخته بودم. تب حامد آنقدر شدید شده بود که فکر میکرد اگر دست به نیها بزند آتش میگیرد. میگفت چشمهایش پر از مه شده. آب اطراف پاهایش بخار میشوند و جلوی دیدش را میگیرند. حاله ای از مه را با خود به هر سو میکشاند. هیچ وقت تنها نمیدیدمش. لحظه ای نبود که از کنار غسان دور افتاده باشد. هر 7 باری که خوابیدم و بیدار شدم تا چشمم به آن دو میافتاد میدیدم غسان دارد حرف میزند و حامد چشم از دهان غسان بر نمیدارد. غسان حسیر میبافت و حامد چشم از سر و روی غسان بر نمیداشت. تا غسان میگفت بریم یه چرخی بزنیم، حامد از جایش میپرید تا همراهیش کند. آب گوشم رو پر کرده بود. آب توی گوشم بیدارم میکرد. آب موج نرمی برمیداشت و خودش را در گوشم فرو میکرد. چشم باز کردم و دیدم غسان پایش را نرم میکشد و پیش میآید. جلویم ایستاد. تعجب کردم و ترسیدم از اینکه حامد همراهش نیست. پشت سرش را نگاه کردم. دور و اطراف را نگاه کردم. نبود. چشمهای غسان پر از آب بود. داشت گریه میکرد. بغلم کرد. احساس کردم تمام تنم میلرزد. دندانهایم به هم چفت شده بود. میترسیدم حرف بزنم. تا از هم فاصله گرفتیم گفتم حبیب رو میشناسی؟ ناگهان چشمایش خشک شد. اخم کرد. میترسیدم از حامد حرفی بزند، ولی داشتم اوضاع را بدتر میکردم. سرش را پایین انداخت. برگشت. چند قدمی رفت و ایستاد. به سوی تاریکی سوت زد. نمیتوانستم تشخیص دهم که آنکه میآید روی آب راه میرود یا پرواز میکند. معلوم نبود که چند سالش است. اما یکی از چشمهایش حفره عمیق بود. عمیق تا توی تاریکی پشت سرش. غسان گفت حبیب میشناسی؟ بینشان زمزمه‌ای رد و بدل شد. غسان برگشت و رو به من گفت چه شکلیه؟ گفتم دبیرستانیه، قدش بلنده و توپله. غسان رو کرد به پسر و پسر سرش رو تکان داد. غسان رو کرد به من و گفت میدونه کجاست. اسمش علی مرادیه. با خودش میبردت.
دست قسان رو گرفتم و گفتم بهم بگو کجاست، بعد خودم میرم پیداش میکنم. علی مرادی دستش را دراز کرد. راهی باریک لای نیها را نشان میداد. قسان گفت بیشتر وقتش رو اونجا میگذرونه. برای خودش یه پست دیدبانی درست کرده. گفتم بریم پیش حامد. باز چشمایش پر از آب شد. قسان حرکت کرد و من هم پشت سرش راه افتادم. صدای راه رفتن 2 نفر رو میشنیدم. جرأت نمیکردم به پسر نگاه کنم. کنارم حرکت میکرد. شانه ها و سر قسان خم شده بود. پرسیدم عباس کجاییه؟ خوب شعر میگه. صدای باد پیچید. باد داشت با من حرف میزد. باد میپیچید و حس میکردم برایم تبدیل به کلماتی میشوند. علی مرادی بود. باد بود که با من حرف میزد. گفت بچه همین ماشهره ولی مدتی اومده جراحی زندگی میکنه. چرا اینجوریه؟ باد میوزد و هرچه دلش میخواهد میگوید. هر چقدر فریاد بزنی لحظه ای از وزیدن دست بر نمیدارد و حرفای خودش را میزند. ساکت بودم. ساکت ماندم که هرچه دلش میخواهد بوزد. چرا آدمها آدم میکشند؟ بعدش همین آدمهایی که دارن کشته میشن توجیه میارن که مجبورن، اگه نکشن توبیخ میشن. ممکنه اعدامشون کنن. کسی که به خیال خود لباس رزم پوشیده از توبیخ شدن میترسه. یعنی حاضر برای زنده موندن و منفعت خودش یه عده دیگر رو به رگبار ببنده. یعنی نمیدونه برای چی لباس پوشیده، کار این لباس چیه. یه عده مسلح خودشون اشرف مخلوقات میدونن روی یه عده دیگه که به جرم گفتن این که ما دیگه تحمل این همه فشار و فقر رو نداریم آتیش میگیرن. به نظرت اونا هم توی خواباشون رویا میبینن یا کابوس؟ قسان اشاره کرد و باد رفت لای نیها. برگشتم و نگاه کردم. فقط حرکت نیها را دیدم که انگار باد تکانشان میداد. گفتم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ حامد کجاست؟ گفت نمیدونم. متوجه شدی یا نه؟ حالش خوب نیست. الان 7 روز تب داره. هر روز شدیدتر شده. الانم افتاده. میخواستم بهت بگم که اگه میتونی از اینجا خارجش کنی زودتر ببرش بیرون. راستش زودتر میخواستم بهت بگم ولی نمیذاشت. یه حرف عجیبی هم میزد. میگفت اگه از اینجا برم نمیتونم پیش تو دیگه بیدار بشم. به مهتاب نگاه کردم. هنوز همانجا بود. شاید من مرده بودم و آنها زنده بودن. هنوز هم نمیفهمم که چرا گفت 7 روز گذشته. دلیلش را نپرسیدم. فقط گفت کجاست؟ به مهتاب نگاه کردم. هنوز همانجا بود. شاید من مرده بودم و آنها زنده بودن. هنوز هم نمیفهمم چرا گفت 7 روز گذشته. دلیلش را نپرسیدم. فقط گفتم کجاست؟ بردم. تلی از نی ساخته بودند. حامد رویش دراز کشیده بود. کنارش نشستم. دستم را روی دستش گذاشتم. سرد بود. به قسان نگاه کردم. سردرگمیم به او منتقل شد. سرش را تکان داد که یعنی چی شده. گفتم تب نداره. به صورت حامد نگاه کردم. آرام خوابیده بود. به سینه اش نگاه کردم. بالا و پایین نمیشد. من هم یخ کردم. گوشم را به دهان و بینیش نزدیک کردم. هیچ صدا و نفسی نبود. گوشم را به قلبش چسباندم. مرده بود. از تب سوخته بود. از چگونه مردن درد کشیده بود. بدون آنکه تیری از جانش گذر کند مرده بود. سعی کردم بایستم. هرچند توان روی پای ایستادن نداشتم. نمیتوانستم به قسان نگاه کنم. چرخیدم و راه افتادم. راههای باریک زیادی لای نیها بود. نمیدانستم از کدامشان بروم. بی هدف در تاریکی سوت زدم. باد آمد. به پسر، به باد، به نیهای مرتعش، به هیچ کدامشان نگاه نکردم. نمیتوانستم چشم از حفره خالی و عمیق بردارم. گفتم منو ببر پیش حبیب. بدون هیچ صدای حرکت کرد. در جهت باد به راه افتادم. گفتم تا حالا نشده بود از نزدیک کسی رو ببینم که خودسوزی کرده باشه. حتی نشده بود با کسی حرف بزنم که جرأت داشته باشه با آتش خودکشی کنه. از کردستان تا یاسوج تا اون طرف آسیا هر وقت خبر خودسوزی میشنیدم نمیتونستم درک کنم چی میشه که این تصمیم رو میگیرن. چرا انتخابشون خودسوزی بوده؟ همینطور سوالها ردیف میشن و با هر سوال یه قضاوتی هم میکردم که همش بر اساس تجربه زندگی خودم بوده. اینکه چی برای من اینقدر ارزش داره که بخوام خودم رو به خاطرش بسوزونم. آخرش
به یه جواب میرسیدم. شرافتمندانه تر این که سکوت کنم تا اینکه بخواهم آنها را قضاوت کنم. چشمایم را میبندم، پایم را در مانداب میکشم. نمیدانستم دارد چه بلایی سر پایم میآید. سرم را به سوی آسمان گرفتم و مهتاب را نگاه کردم. از جایش تکانی نخورده بود. باد نیها را تکان میداد و مسیری که باید میرفتم را نشانم میداد. رطوبت هوا و شبنمی که میبارید تمام ناشدنی بود. تن به تمام توهم‌هایم میدادم. با باد حرف میزدم و باد راهنمایم شده بود و برایم حرف میزد. نمیدونم چرا ولی همیشه دلم میخواست باد باشم. از وقتی اومدم اینجا واقعا باد شدم. همیشه به باد گوش میکردم. همیشه حس میکردم باد با هم حرف میزنه. وقتی به باد گوش میکردم حس میکردم همه چیزو میفهمم. حتی میدونستم قراره بیام اینجا ولی نمیدونستم اگه بیام اینجا باد میشم. باد توی گوشم میخوند. از جراحی تا دوراهی کوره ها 10 کیلومتره. یه راهش مستقیم میره توی کوره ها و یه راهش کوره ها رو دور میزنه. میدونی که لنکروزا میتونن این جاده رو 2 دقیقه ردش کنن. این طرف سمت جاده که مستقیم میره توی کوره ها نشسته بودیم با چند تا دیگه از بچه‌ها. لاستیک آتیش زده بودیم و راه رو بسته بودیم. سیاه پوشیده بودیم و با شلوار گشاد کردی. با اینکه شب سرد میشد ولی لباس گرم با خودمون نبرده بودیم. روز گرم بود. از صبح اونجا نگهبانی داده بودیم که لاستیکا خاموش نشن. کنار آتیش گرم میشدیم. باد توی گوشم میخوند. اگه لندکروزا اومدن میخوای چیکار کنی؟ یه گارد ضربت، زره پوش با دوشکا و تیربار و اشکاور. با چی میخوای جلوشونو بگیری؟ با این تیکه پاره آسفالت و سیمان؟ نهایت چند متر میتونی پرتشون کنی؟ این زره‌ای که پوشیدی، این شلوار گشاد و این زیرپیرنی چند صدم ثانیه میتونه مقابل تیر دوشکا مقاومت کنه؟ میدونی که وقتی اومدن نمیستن که براشون حرف بزنی. تا رسیدن رگبار رو میگیرن. درو میشین. نمیتونی بهشون بگی پدرت مثل سگ دنبال یه لقمه نون میدوه. نمیتونی بهشون بگی فاحشگی برای یه لقمه نون چه طعمی داره. فرصت نمیکنی بگی از وقتی متولد شدی زندگی برات همینطوری بوده. زره پوشای رگبار رو دست فقط برای این سرازیر میشن که خون بریزن. اونا فقط با خونریزی سیراب میشن. برای همینه که هیچ وقت نمیفهمن کلمات چه معناهایی میتونن داشته باشن. هیچ وقت نمیفهمن معنای کلماتی که عباس میگه چیه. عذابهای قانونی. باید دوستم داشته باشی اما کنارم نباشی. میخواهی سینه برآمده‌ات را بر سینه برآمده دیگری بگذاری اما من شمایل سینه برآمده بر سینه پهن را میپسندم. قانون غلطیدن سینه ها برایم ترکیب دیگری دارد. فرزندم هست. هیچ ابایی ندارم. تا قیامت فرزند منی. بر زبانها تا قرنها تو را فرزند خاندان گم کرده بیدانند. نه من را کشتیبانی که فرزندش را مغروق کرده. میخواهم ثابت کنم میتوانم با چشم برهم زدنی میشود ملتی را زیر خروارها خاک کشاند. دنبال بهانه ام زیرا صالحم. صالح و برگزیده. قانون است. من وزینش میکنم. ماشینی برایت میسازم که تا 200 کیلومتر در ساعت بتازد اما دوربین ها و مامورها و سرعتکاهها را میگمارم که تا اگر بیشتر از 70 کیلومتر برانی جریمه‌ات کنند. جانت سالم میماند. من مهربانان هستم و حکمت‌های پنهان بسیار دارم. هیچ وقت خودشون رو توی وضعیتی قرار نمیدن که در کنار شما باشن. برای همین هیچ وقت نمیتونن حس کلمات رو بفهمن. حس درونی تک تک شماها رو. شما که از پشت تیر خوردید. تیر چشماتون رو تبدیل به حفره کرده. رو به باد فریاد زدم. یعنی هیچ وقت نمیفهمن مثل سگ توی بیابون زندگی کردن چه معنایی داره؟ یعنی نمیفهمن وقتی از سرما و گرما بسوزی یعنی چی؟ دوستان فکر کردن دیوونه شدم. به اینکه رو به بیابون رو به تاریکی داد میزدم میخندیدن. شک کردم که نکنه دارم اشتباه میشنوم. ساکت شدم. ولی باد توی گوشم گفت اونا هیچ وقت نمیفهمن فاحشگی برای یه لقمه نون یعنی چی. ولی میخوان بچه‌ها به این دنیا وارد بشن. بذارید. گرسنه بر گرسنه اضافه کنید. بعد دیگه باد هیچی نگفت. فقط سکوت بود. بعد صدای شلیک. بعد باز صدا قطع شد و فقط آتیش تفنگ‌ها بود. باد دیگر نوزید. هیچ نی تکان نمیخورد. داد زدم.
یعنی تو میدونی که مردی؟ پاهایم را کشیدم تا به حبیب برسم. راه رفتن، قدم زدن‌های طولانی و بی‌حضور باد. وقتی گلویم را با الکل دستساز آماده پک‌های عمیق سیگار می‌کردم، شب به ساعتی می‌رسید که کوچه‌ها خلوت می‌شد و قدم زدن آغاز می‌شد. توی کوچه‌ها چه چیزی جز خانه هست؟ آجرها، سنگها، پنجره‌ها، درها، رنگها، تا جایی که ریه‌هایم توان داشته باشند سیگار می‌کشند و قدم می‌زنم و جز درها و دیوارها را حفظ می‌کنم. یعنی نه اینکه بخوام حفظ کنم، حفظ می‌شوند. وقتی هر شب توی کوچه ها قدم میزنم، خواه ناخواه در خاطرم میماند. بعد زمان میگذرد، میشود چند سال، و از این چند سال فرسودگی ها و نوسازی های بسیاری را میبینم. نمیدونم یک شب میبینم 40 سال گذشته. خاطره آن شب در 20 و چند سالگی در آن کوچه کتابی گم کردم. چقدر دور است. بعد به دنبال آن کوچه میگردم. چه سخت میتوانم کوچه ای که کتاب گم کردم را پیدا کنم. کوچه ای که در انتهایش با آن دختر صحبت کردم. دلم میخواهد از جا کنده شود. چقدر خانه ها تغییر کردند. با هر قدمی که برداشتم ثانیه ای را گذراندم و به تماشای تک تک آجرها و پنجره ها ایستادم. باید خم شوم و دستهایم را بر زانو بگذارم و چشمهایم را ببندم. با دهان باز نفس بکشم و چنان خودم را رها کنم که گونه ها و لبهایم کش بیایند تا روی زمین. منداب نیزار هرچی باشد پاکیزه تر از آب دریاست. دریایی که افق تا افق تا آنجا که دیده می شود تا عمق بسیاری را پر کرده. در مقابل دهان لوله هایی که پساب شیمیایی روانه اش می کنند عاجز مانده. من چه کار می توانم بکنم؟ تنها می توانم اطلاعاتی را جمع کنم که مواد شیمیایی دارد وارد دریا می شود. دهانی ریز باشم برای دریای لایتناهی. دهانی به اندازه کرم. سطح جیوه بالا رفته. ماهی ها و میگوها جیوه‌ای شدند و کودکان بی سر را روی دستم می گذارند. به مانند ماه که آن بالا ثابت مانده و دارد کاری که می تواند را انجام می دهد. تماشا کردن. ماه دقت می دهد. حضورش توقف زمان است. دیدمش. تلی از نی. مکانی دنج برای دیدبانی. حبیب داشت نیها را می بافت تا سکویی باشد برای دیدبانیش. دشت علق قسمت 10. avogaboo.com فصل 9. خدا شهوت و گرسنگی و تشنگی را آفرید، انسان پول را و اسکیت را و مربع را. همین یکم کافیه. به همین یکم قانع باش. همین یکم خیلیه. یه عالم است. با همین یکم میشه یه عالم دود درست کرد و یه عالم موجود رو به خواب عمیق فرو برد. پس نگو کمه، بگو زیاده، بگو خیلیه، بگو تموم. جز تارهای بینا. به نیها تکه می دادم. نیها خم می شدند. آنقدر خم که می شوند فرشی برای نشستن. نشستم و به حبیب نگاه کردم. از لای نیها بیرون را می پایید و انگشتانش اسیر می بافتند. انگشتم را در حلقه انگشتر فرو کردم. انگشتر را چرخاندم. توان جلو رفتن نداشتم. چرا باید جلوتر می رفتم؟ می رفتم و می گفتم تو مردی؟ چرا همه میخواهند کاری که فکر میکنند درست است را انجام دهند و از دیگری میخواهند تن دهد به خواستهشان و اگر نداد حرمتی از میان رفته؟ آنقدر میگویند تا شنیده ها تبدیل به باور میشود. باورها به کار بسته میشوند تا انگیزه‌ای برای ادامه زندگی شود. بر پایه باورها حقایقی میسازند که میشوند حقیقت زندگی. حقایقی خود ساخته که حاضرند همه دار و ندارشان را پایش بریزند. برایش میمیرند و دیگری را میکشند. قصه چنین میگوید: چون آدمیان در روی زمین شروع به زیاد شدن کردند و از آنها دخترانی متولد شدند، پسران خدا دیدند که دختران انسان چه زیبا هستند و از آنها برای خود همسرانی انتخاب کردند. پس یهوه گفت: روح من دیگر نباید برای همیشه در انسانی باقی بماند،
زیرا که او نیز از گوشت است، لکن عمر او 120 سال خواهد بود. در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آنها را از ایشان اولاد زاییدند، ایشان جبارانی بودند که در زمان گذشته مردان نامور شدند. یهوه دید که شرارت بشر در روی زمین افزایش یافته است و توجه و دل او پیوسته به بدی و شر می‌گراید. پس یهوه پشیمان شد که انسان را در روی زمین ساخته است و در دل محزون گشت. یهوه گفت انسان را که خلق کردم از روی زمین محو سازم و با او همه موجودات، خزندگان و پرندگان هوا را، چون که از خلقت آنها پشیمانم. حبیب نمیدانستم به چه چیزی باور دارد، ولی اندوخته‌های باورهایش را میشناختم و رفته بودم تا باوری دیگر به آن اضافه کنم. تو مردی و باید از اینجا بروی، چرا که مادر بزرگت خواسته. از طرف شهدا برایت پیغامی ارسال شده. تو اینجایی که هستی نباید باشی، باید بروی یک جای دیگر. نه آمدنت دست خودت بود، نه رفتنت. توی این نیزار هم اختیار نداری. تو و دیگران را به اینجا راندند و الان منتظرید طوفان بزرگ بیاید و حمله را آغاز کنید. زمان آمدن طوفان بزرگ هم در اختیارت نیست. باید بمانید در این مانداب، در این گنداب، در این نیزار تا اجسادتان بپوسد و مهتاب ذره‌ای از جایش تکان نخورد. امید آمدن طوفان بزرگ از کجا می آید؟ حبیب، هنوز 18 سالت نشده بود. برای چه به این دنیا آمدی؟ آدمایی که توی نیزار میچرخند برای چه به دنیا آمدند؟ آمدند که به اینجا برسند؟ آنهایی که نیزار را محاصره کردند که کسی نتواند برود جنازه ها را بیرون بکشد، برای این کار به دنیا آمدند؟ به این دنیا آمدند که تفنگی دستشان بدهند و هر وقت امر رسید شلیک کنند؟ حبیب، تو به دنیا آمدی تا وقتی سنت به 18 هم نرسیده به جنازه‌ات که توی نیزار زندگی می کند بگویم تو زنده نیستی، تو مردی. من به دنیا آمدم تا بیایم اینجا توی نیزار رو به حبیب بگویم حبیب تو دیگر زنده نیستی، تو کشته شده ای. در هر کتابی که خواندی و هر فیلمی که دیدی و پای حرف بزرگان و ریش سفیدها نشستی، توی مدرسه هم برایت گفته بودند دروغ و دزدی و ستم بد است، خیلی بد، آنقدر که دعا کردند دنیا را از دروغ و خشکسالی دور بدار، آنقدر که هر جا دیدی نباید سکوت کنی. در سربندر زندگی کردی و دیدی پتروشیمی ها چگونه در خور رشد کردند. شماره پول ها به گوشت رسید همون موقعی که میخواستند از افتخارشان بگویند. مقدار تولید و صادراتشان را جار میزدند در همین رسانه ها و برگشتی و نگاهی به شهرت انداختی. همان کتاب هایی که خواندی، آنهایی که بیرون از نیزار ایستادند و نیزار را محاصره کردند، آنها هم خواندند. فکر میکنند حقیقت پیش آنهاست و میخواهند پاسدارش باشند. آنها برای اینکه ماشه را بکشند و آدم‌هایی مثل تو را به گلوله ببندند، ساعتها وقت داشتند فکر کنند و به نتیجه برسند. هیچ خطایی نیست. باید ماشه‌ای فشار داده شود و عده‌ای بمیرند. آنها به این دنیا آمده‌اند تا شما را بکشند. آنها برداشت کردند که حضورشان باعث حفظ خیلی چیزهاست و حاضرند برای حفظ آن چیزهایی که برایشان اهمیت دارد خیلی چیزهای دیگر را نابود کنند. وقتی یک نفر این گونه فکر می کند و بارها و بارها این کار را کرده باشد و از کار و فکری که کرده او دارد سرفراز است و گروهی را جمع می کند تا هرچه قدرتمندتر، هرچه با اقتدارتر آن کار را بکند، به این عضو از جامعه که هر روز چشمش در چشم دیگر افراد جامعه است، چه می شود گفت؟ دیدم، شنیدم بارها و بارها، هم از آنهایی که صدمه دیدند و هم از آنهایی که با افتخار نمایش تربیتیشان را ارائه می دادند. چند نیروی بسیجی آمده بودند مدرسه تا با بچه‌ها آموزش نظامی را عملی کار کنند.
فرمانده در وقت آزادباش بچه‌ها را دور خودش حلقه کرده بود و خودش نشسته بود بر بلندی منبرگونه‌ای خاطراتش را تعریف می‌کرد. هر کسی که هر گونه نوشیدنی الکلی می‌خورد باید لیوان و یا همان پیکش را از دستش گرفت و بر روی زمین میخکوبش کرد طوری که نتواند گردنش را تکان دهد. دهانش را باز کرد و پیک را لای دندانهایش گذاشت و با لگد کوبید رویش که جام و دندانهایش با هم خرد شود و توی دهانش چپیده شود. بعد باید باتومی آورد و توی دهانش فشار داد تا همه شیشه خورده ها و دندانها توی حلقومش فرو روند. بعد از اتمام کار توف بیاندازی توی صورت پرخونش و فریاد بزنی شراب خاره کافر. باید بطری را توی فرو می کردم و می شکستم تا رودهایت جرواجر می شدن و همراهانش هم توف می کنند و می شاشند روی جنازه و می روند. فقط می توانم از پا بیفتم. فقط می توانم دست به زانو بگذارم و نفسم را در سینه حبس کنم. چه حرفی، چه آموزه‌ای، چه اقدامی می تواند آنچه تشکیل دهنده چنین جانوری شده را کمی تغییر دهد؟ حبیب، تو یا من یا همه این آدم‌هایی که شناخته‌ایم چه چیزی می‌خواهند؟ چیزی فراتر از نیازهای اولیه است. برای همین وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم و می‌بینیم چقدر همه چیز تکراری است، فقط رنگ و ظاهر عوض شده، از یکدیگر می‌پرسیم که چرا؟ واقعاً چرا؟ دلیلش را نمی‌توانیم پیدا کنیم. چون در هر چه به دور اطرافمان نگاه می‌کنیم، دنیا آنقدرها هم ارزشش را ندارد. تمام تلاشمان این است تا زندگیی که داریم را بگذرانیم و برای لحظه لحظه‌اش معناهایی بسازیم. برای من حقیقت همین است که در آخر ما مشتی خاکیم، ولی کسی فرمان می‌دهد، فرمانی برای حفظ قدرتش که زندانی‌هایش را حالا هر چه تعداد که می‌خواهند باشند، همه را در دم بکشند. او دنیا را به گونه‌ای دیگر می‌بیند. مثال‌های بسیاری هست در تمامی کشورها، در تمامی اقوام، در جای جای جغرافیا و تاریخ. خبرهای یک خطی. باید در سینما را ببندیم و همه را زنده زنده آتش بزنیم. در مجلس را ببندید و همه را یکباره منفجر کنید. این شهر در محاصره شیمیایی را بزنید و همه را خفه کنید. هواپیمای مسافربری منهدم شود. یا هزاران واقعه دیگر. کتاب، مجله، وبسایت یا هر وسیله دیگری را باز می‌کنی، مطلبی را می‌بینی و می‌خوانی. بعد متوجه نظرات دیگران در مورد واقعه می‌شوی. شاید فکر کنی که فجایع بزرگ اصلاً جای بحثی ندارد، ولی می‌بینی که نه. خیلی ها هم موافق تصمیمات گرفته شده هستند. آشویتس هم طرفداران خودش را دارد. مگر نه اینکه قهرمان یکی از فرقه‌ها افتخارش این است که در یک روز سر صدها نفر از اسرایش را با شمشیر معروفش زد. در بعضی شرایط قوانین حمایتی مثلا از یهودی‌ها آنقدر سختگیرانه می شود که از کمتر کسی اظهار نظری شنیده می شود. اما همه‌اش ظاهرسازی است. کسی حرفی نمی زند چون برای حفظ قدرتش سعی می کند ریاکار باشد. اخبار و گزارش‌هایی از تبعیض نژادی در خیلی جاها یکباره می زند بیرون که فلان پلیس سفیدپوست فلان خلافکار سیاه‌پوست را کشته. به جزئیات که نگاه می‌کنیم متوجه انگیزه‌های تبعیض نژادی می‌شویم. همان چیزی که بعد از قرن‌ها هنوز حل نشده و تنها با قوانین سختگیرانه پنهان شد، از بین نرفت. حالی یک گزاره را پیش رو می‌گذاریم. نباید 1000 نفر کشته شوند. فکر می‌کنید که خیلی راحت پذیرفته می‌شود و خلاص، ولی نه. نباید تعجب کنید، در این مسئله سالها به اندازه طول تاریخ بحث و جدل هست درباره پذیرفتن یا نپذیرفتنش. فقط کافی است کسی که موافق است 1000 نفر کشته شود قدرتی به دست بیاورد که این به راحتی اتفاق می‌افتد. 1000 نفر چیزی نیست، نه یک بار که هزاران بار به انجام می‌رساندش. چقدر می‌توانیم نزدیک شویم به کسی که محکم پیچانده شده و توان نفس کشیدن ندارد؟ گردنش را روی سکویی می‌بندند، گردنش را می‌چرخانند تا یکی از نیمرخ‌هایش بالا باشد، نیمرخ دیگرش روی زمین فشرده می‌شود، آنقدر بر گردن و صورتش فشار می‌آورند که حس می‌کند استخوان جمجمه و گونه‌اش هر آن خرد می‌شود. حال سرب مذاب توی گوشش می‌ریزند.
چگونه میتوان فهمید در آن لحظات به چه فکر میکرده؟ چشمهای چند نفر را به سیخ داغ کشیدند. همه آنها به چه چیزهایی فکر میکردند؟ از آن اخبار و تصاویر شرح داده شده در تواریخ فقط همین باقی مانده که شاهی یا هر کس دیگری وقتی به قدرت میرسد آمده تا مخالفانش را از دم تیغ بگذراند. آن آدمها آمده بودند، به دنیا آمده بودند تا درس عبرتی باشند برای دیگران. کسی که معتقد باشد پیامبری بر قومی نازل شد و چون آن قوم به حرفش گوش نکردند و به خواسته‌اش توجه نکردند، از آسمان بر سرشان آتش آمد و یا بر اثر طوفانی غرق شدند. پس وقتی به قدرت میرسد این فکر برایش پر بیراه نیست که هر کسی که از خواسته‌اش تبعیت نکرده باید به شدیدترین حالت تنبیه شود و در نهایت کشته شود. تاریخ جواب سؤالها را خیلی راحت می‌دهد و هر کسی می‌تواند از آنها به طریق خودش درس بگیرد. همه هم توانایی کشتن و از بین بردن را دارند. روستایی در دل کوه هست که کمتر از 100 نفر جمعیت دارد. کدخدایی دارند که از طرف حکومت مرکزی حمایت می شود. نه، به این شکل نمی شود طرح مسئله کرد. از اول شروع می کنم. روستایی داریم و عده‌ای می خواهند بر آن حکومت کنند. سوال اول: چرا میخواهند حکومت کنند؟ دوم: چرا بعضی‌ها میآیند از دیگران بهره میکشند؟ بعد میگویند آن شکلی که ما میگوییم باید فکر کنید. نه. این طرز طرح مسئله هم جالب نیست. جالب نیست؟ چطوری باید جالب بشه؟ میدونی همه قراره بمیریم به زودی. هیچکی زنده نمیمونه. این رو هم توی تاریخ میشدی. پس دوست داری وقتی مردی همه فکر کنن که آدم جالبی بودی؟ قراره بگیرن و بندازن توی کوره که جزقاله بشی. آخرین حرفتو به آیندگان چطوری میگی که جالب هم باشه؟ یا وقتی میخواستی از اون کوهستان فرار کنی، اصلا تونستی فرار کنی؟ اونقدر که تمیز و مرتب تمام روستاها، تمام شهرها و تمام کشورها کش مرزاشون رو محکم کشیدن. یه بخشش رو کدخدای روستا انجام میده و بخش دیگرش رو بقیه کدخداهای دنیا انجام میدن. باید میموندی، باید زن میگرفتی، چون کدخدا گفته بود. به اونا هم گفته بود که باید زن بگیرن تا کامل بشن، که بعدش بچه دار بشن که برده هایی برای اون، یعنی برای کدخدا تولید کنن. مگه میشه؟ بچه دارش میکنن. زن توانایی تولید مثل داره، باید دستگاهش کار کنه. هر مردی میتونه راش بندازه. کافیه دیگه. بهش میگن تو حامله کننده ای. این همه زن توی روستا هست که میتونی همشون رو حامله کنی. در ضمن از قبل از وقتی خیلی بچه بودی بهت یاد دادن باید غیرت داشته باشی. پس در نهایت خودت میری و زنتو حامله میکنی. وقتی دارن شلاقت میزنن خواستت اینه که فریاد بزنی: آهای مردم، بچه دار نشین. آره، همه ما میمیریم. خیلی زود هم میمیریم. تاریخ رو که نگاه کنین 100 سال در مقابلش به اندازه چشم برهم زدنی نیست. از همه اونم مشتی خاک بیشتر نمیمونه. حالا به نظرت چرا به دنیا اومدی؟ چی کار میشه کرد؟ ممکن بود جای هر کسی توی این دنیا توی هر نقطه از تاریخ میومدی. آره، آخرش هم پیر میشدیم و میمردیم و یک مشت خاک میشدیم و میشیم. انگار بیشتر از هر چیز دیگه گرفتار زندگی هستیم. بعد باقی ماجراها. زندگی چندین نفر را خواندم و دیدم، یا حداقل بخشی از زندگیشان را. لیوانم را تا لبش از الکل دستساز پر میکنم و فیلم را پخش میکنم. برده ها از دیدگاه و زبان چندین نویسنده و کارگردان. جنگ از دیدگاه و زبان چندین نویسنده و کارگردان. مهاجرت، اعتصاب، عشق، شهرت، تکنولوژی، تنهایی. فیلم که به نیمه میرسد لیوان الکل تمام میشد. حالا باید رفت بیرون و قدم زد. سیگار روشن کرد. معنای سیگار کشیدن را در مستی الکل بهتر میفهمم. الکلی که حین تماشای دردی مصرف شده باشد باعث می شود پک‌ها عمیق‌تر شوند. نگاه‌های خیره بی پایان‌تر می شوند. بعد به کف دست‌هایم نگاه می کنم. خیلی خالی هستند. خالی از هر اراده‌ای. اما شاید تنها دلیلش این باشد که نشسته‌ام و پشت سر هم دردها را دیدم. انباشته از درد شدم. فکر می کنم چقدر درد کشیدم. اما وقتی لحظه‌ای به زندگیم نگاه می‌کنم می‌بینم هیچ کدامشان من نبودم.
فقط از روزی که فیلم و داستان را شناختم، نشسته‌ام، دیده‌ام و خوانده‌ام. میشود زندگیم را در همین 2 جمله خلاصه کرد، اما این دردهای رخوت‌زا امانم را بریدند. هیچ کسی را نمیشناسم که بخواهد یا بتواند قضاوتم کند. همانقدر که یاریگری برایم نبوده، کسی هم نیست که بخواهد جفایی بکند. خزیده‌ام در این کنج. شاید از ترس است، از ترس حضوری که میشود به آن آزار رساند یا حتی عشق ورزید. ولی دردها خیلی شدیدتر هستند، دردها خیلی زیادتر هستند. برای چون منی که چیزی ندارد و هیچ فرصتی برای از دست دادن ندارم، هر جفایی کوهی از عذاب می شود. جنایت کردن آدم‌ها در حق یکدیگر خالصانه تر است. راحت تر در حق هم جنایت می کنند. شروع جنایت پایانی ندارد، اما عشق و محبت و ایثار در چشم به هم زدنی تمام می شود. در مهرورزی تنها فرصتی اندک وجود دارد. کسی که در رأس قدرت است توان این را دارد که تمامی قومش را نابود کند، که حرفش زمین نمانند، ولی هیچ وقت هیچ پیامبر و شاه و رهبر و هر کوفت و زهرمار صاحب قدرتی نیامده که مردم و خلق و آدمی و بشریت از ایدئولوژیشان مهمتر باشد. نبوده بعد از این همه دیدنها و خواندنها و ساعتها در مستی سیگار دود کردن، به لحظه‌اش فکر کردم. شاید دلیل دست شستنم و رفتن به کنج خلوت همین باشد. شاید من هم عده‌ای را نادیده میگیرم و اگر در مقابلم قد علم کنن حذفشان میکنم. بعد توجیه میآورم که برای حفاظت از گروهی دیگر جنایت کردم، چون میترسم مردم در حق هم جنایت کنند. من جنایتکار اعظم میشوم تا گناه همه آدمها را تنهایی به دوش بکشم. پس دیگر نیازی نیست دیگران را قضاوت کنم تا بخواهم حکمی صادر کنم و برای عده‌ای شجاع باشم و برای عده‌ای جنایتکار. اما من الان این فرصت را دارم که چنین تصمیمی بگیرم. سایه‌ای باشم خنثی که منتظرم مرگ بیاید و تبدیل به خاک شوم. اگر جای دیگری بودم که شلاق بردگی بر گرده‌ام میتازید، یا زنی بودم که جزو وسایل جنسی محسوب میشدم، و یا تولید کننده آدم باشم که قرار است به این روند تداوم ببخشم، چه تصمیمی میگرفتم؟ خودسوزی چطور است؟ در تاکسی، در صف نانوایی، در زمان استراحت، در کار، این عبارتها تکرار می شود. این مردم هر بلایی سرشون میاد حقشونه. تا وقتی مثل کپ سرمون پایین و حرفی نمیزنیم، اوضاعمون همینه. برای یه لقمه نون پا رو گردن هم میذاریم، حقمون هر بلایی سرمون میاد. حقمونه. شناوری حسیری توجهم را به خودش جلب کرد. پشتبندش شناوری دیگر آمد. از سمت حبیب می آمدند. شناورهای نیی راهشان را می افتند و پیش می رفتند تا میانه نیزار که همه آنجا جمع بودند. این یکی از شناورها را گرفتم و کشیدم. از لای نیها حبیب را پاییدم. داشت به شناورها نگاه می کرد. پایش را دراز کرد. ضربه آرامی به شناور زد. شناور سرید و به شناور بعدی خورد. آرام گرفت و همهشان با هم به سوی میانه نیزار حرکت کردند. حبیب نشست، گردن کشید و بیرون نیزار را کاوید. چشمهایش بیرون را می گشتند و دستهایش نیها را به هم می برد. پاهایم را روی شناور گذاشتم. محکمتر از آن بود که فکرش را می کردم. حس می کردم پاهایم 10 برابر شدند. از بس توی آب مانده بودن می خواستند کفشهایم را پاره کنند و بیرون بیایم. ورمشان را حس می کردم. پاهایم را روی شناور کشیدم. دراز کشیدم. نیها خم شدند و تکیه‌گاه هم شدند. پهنه پرستاره بر اثر مهتاب کم رنگ شده بود. مهتاب همچنان ذره جابجا نشده بود. نسیم نیها و برگهایشان را بین من و آسمان می آورد و می برد. بیشتر خودنمایی نسیم بود. انگشت کشیدم روی برگی از نی. رو به نوک برگ نرم بود و رو به ساق زبر می شد. به اصرار می خواستم حرکتم را تکرار کنم. هر بار که انگشتم نرمی زبری را پشت سر می گذاشت، گذشته ام با وضوح بیشتری جلویم ظاهر می شد. مثل وقتی که سیگار می کشیدم. باید همه کارهایم را می کردم تا وقتی می خواستم سیگار بکشم. نمی خواستم به اندازه یک پک عقب بیفتم یا نقصی در تسلسل بیفتم. نمی خواستم از غرق شدن در گذشته نجات یابم. دودی که از نوک سیگار با پیچ و خم بالا می رود یا دود سنگینی که از ریه هایم بیرون می دادم
حجم انبویی که خلسه می بردم، بعد غرق می شدم. بعد می توانستم همه را به وضوح ببینم. همه کارهایی که کرده بودم و همه مکانهایی که حضور داشتم. دقیقا همه چیز دوباره از اول بی کم و کاست تکرار می شد. با کمی حس قضاوتگری. تنها تفاوتش همین بود. خواه ناخواه آن موقعیت را قضاوت می کردم، ولی هیچ تغییری در رویداد نمی دادم. لمس برگ نی نشأه‌ام می کرد. با حضور نسیم لای نیزار نسیم را به یاد آوردم. نسیم زنگ زد. خواست که همدیگر را ببینیم. فقط یک راه بود که با هم کلی حرف بزنیم. زدیم به جاده. رفتیم بوشهر. یعنی قصه و راه ما را بردند. هیچ چیزی از پیش تعیین شده ای نبود. 4 ساعت توی جاده تاریک و خلوت. نسیم شروع کرد. ماجرای 1 سال بعد از اینکه رفتم مدرسه شروع شد. یعنی بعد از 1 سال متوجه شدم یه نفر اومده به عنوان معاون پرورشی. توی اون 1 سال با هم کاری نداشتیم. اون توی دفترداری بود و من توی دفتر با بقیه همکارا بودم. فقط هر از گاهی میومد توی دفتر و چند دقیقه میشست و احوالپرسی میکرد و میرفت. سال بعد کمی نزدیکتر شد. خودش رو خیلی مشتاق بحث‌های فلسفی نشون میداد. بعد فهمیدیم شوهرش رفته کانادا. رفته بود کانادا خلبانی بخونه. توی دوره روحانی که میخواست یه سری هواپیما از آمریکا بیاره، یه عده رو فرستادن که خلبانی بخونن برای اون هواپیما. که بعدش هم هواپیما نیومدن و کلا همه چی کنسل شد. ولی کسایی که رفته بودن موندن و یعنی همچنان به درس خوندن مشغولن. سر جریان شوهرش با من نزدیک شد و درد دل میکرد که قرار بوده 1 ساله بره، ولی بیشتر از این حرفا شده. فکر میکرد ممکنه حتی دیگه بر نگرده. حالش خیلی بد بود. همون سال هم دعوتم کرد خونه‌شون به این بهانه که میخوام برای سال جدید درسای دیگه‌ای بگیرم و کمکم کن برنامه‌ریزی کنم که چه کار کنم. سال دوم بهش درس داده بودم. طرح درس روزانه و سالانه و این چیزا. اون موقع توی خونه باباش میشست. یه اتاق بهش داده بودن. از وضعیتش خیلی ناراحت بود. میگفت یه گربه‌دونی دادن دستم. به شدت بکر و ناراحت بود. خلاصه یه حال بدی داشت. یه خشمی هم داشت. توی اون دوره بهانه‌اش بیشتر درس و مشق و مدرسه بود و کمتر از رابطه‌اش با شوهرش میگفت. 1-2 سال بعدش خونه‌ش رو جدا کرد. اون خونه هم خونه باباش بود که دادن به خودش و دخترش. تقریباً 4 سالی گذشته بود و شوهرش همچنان کانادا مونده بود. بعد از گذشت این مدت بیشتر راجع به شوهرش حرف میزد. درباره اینکه اوایل چطوری بودن جزئیات بیشتری میگفت. کم کم اطلاعات میداد. همه حق رو هم به خودش میداد. مادر شوهرش باعث شده بود بره. اونا پول جمع جور کردن، کلی وام گرفته بودن، حتی از خواهرش هم وام گرفته بودن. توی این مدت که داشتن از این کارا میکردن هیچی به اون نگفته بودن. انگار همه دست به یکی کرده بودن که بفرستنش بره. وقتی قرار شد بره کلی مخالفت کردم. ولی هیچ توجهی به این نکرد و رفت. از اونجایی که همه چیزو یه طرفه میشنیدم، حق رو هم بهش میدادم. بالاخره یه روز اومد مدرسه و اعلام کرد که میخوام طلاق بگیرم. این اتفاق باعث شد بیشتر از خودش بگه و ما هم به هم نزدیکتر بشیم. تعریف کرد اوایل که رفته بود اسکایپی ارتباط داشتیم، ولی به مرور زمان هی کم و کمتر شد. الانم نزدیک 6-7 ماهه که هیچ خبری ازش ندارم. تمام حرفایی که میزدیم این بود که میخواستم برگرده و اونم فقط یه بار گفته بود که شما بیاین پیشم کانادا. دیگه افتاد توی مراحل طلاق و تا مشاوره پیش رفت و توی مرحله مشاوره گیر کرد. اینجور که میگفت حالا چطوریشون نمیدونم. انگار مشاوره با شوهرش دست به یکی کرده بود. در نهایت شوهر میگه پروندهش رو ادامه بده و کارهای طلاق رو انجام بده. شوهر یه سری برچسبا هم بهش میزنه. مثلا تو با شوهر دو تا خالم در تماس بودی و توی واتساپ با هم همش صحبت میکردیم و شوخی خندتون به راه بوده. نه اینکه نبوده، ولی انگار خیلی کم، در حد 1-2 باری. ولی شوهرش شلوغش کرده و این قضیه هم مال چند سال پیش بوده. بعدش یه چیز دیگه هم فهمیده. سیما با پسرخاله شوهرش که اونم آمریکا بورسیه شده بود چند هفته در تماس بودن. شوهر میفهمه. سیما هم برای اینکه نشون بده چیزی نبوده تمام چت‌هاشون رو اسکرین شات میگیره و میفرسته. توی یک از این اسکرین ها یک لینک کانال بوده. شوهر هم میره توی کانال سر میزنه، میبینه همش چیزای عاشقانه و جملات رمانتیک و از این جور چیزاست که نشون میده یه چیزای دیگه هم بینشون بوده. وقتی این لینک ها رو برای هم فرستادن حتما چیزای دیگه هم میتونسته باشه. این باعث میشه که سوءظنش نسبت به سیما بیشتر بشه. با این بهانه قضیه برعکس شد. تا قبل از این سیما ناراحت بود، اما حالا شوهر ناراحته و جواب اینو نمیده. در نهایت بحث ها به جایی کشیده میشه که سیما و پسرخاله از هم خوششون میاد، ولی هیچ وقت هم رک به هم نمیگن.
سیما بهم میگفت دوستش دارم. توی همون زمانها از عشق افلاطونی میپرسید. هیچی از ماجراها نمیگفت، فقط اینجوری یه سری نشانه‌ها میزد بیرون. بیشتر اون قسمتشو میگفت که شوهر رفته. دیگه شوهر جواب سیما رو نمیداد، میگفت هیچ حسی بهش ندارم، اما موضوع طلاق رو کنسل کرد. وقتی کنسل کرد که شوهر گفته بود برو ادامه بده، کاری که میکنی رو ادامه بده، پرونده رو پیگیری کن. اینم دید اوضاع اینجوریه، بیخیال شد. توجیهش اینه که نمیخواستم به حرف اون باشه. مشاور این وسط یه کارایی کرده. این ایده رو داشت که مشاور و شوهرش دستشون توی یک کاسه است. مشاور میخواد مخ شوهرش رو بزنه، بنابراین منم نمیدونم برای طلاق اقدام کنم. از اون طرف پسرخاله هم دچار مشکلاتی میشه. از زنش طلاق میگیره. زنش دختر یکی از سرنگای کله گنده بوده. وقتی برمیگرده ایران ممنوع خروجش میکنن. اینجوری پسرخاله نسبت به همه سوء ظن پیدا میکنه که همه نسبت بهش حسادت دارن و سپاه شیاطین و اجن بسیج شدن برای من، میخوان از زندگی ساقطم کنن. و به سیما برچسب میزنه که تو هم جزء سپاه شیاطین هستی. جریانات سیما همزمان شده بود با اتفاقاتی که داشت برای پسرخاله پیش میومد. میگفت من دارم به موفقیت میرسم و همه چشم ندارن موفقیت من رو ببینن. به سیما میگفت تو هم جزء اونایی، در این حد که بحث به خانواده ها میرسه و مجبور میشه پاسخگو بشه. اینم فقط میگه که یه سری سوال فلسفی بوده و شروع میکنه همه چیز رو توجیه کردن. از بیخ منکر همه چی میشه و اصلا اونی که داره اینجوری فکر میکنه و ربطی به من نداره. پسرخاله توی شریف هوافضا خونده، بعدش فلسفه علم خونده. دنبال این رشته میره آمریکا، دکترای فلسفه علم میخونه و بورسیه میشه. پسرخاله که اینجوری تهدیدش کرده بود خیلی ترسیده بود. سیما به شدت ترسیده بود که یه وقت شهر درست نکنه. یه مقداری که گذشت و آبها از آسیاب افتاد، شروع میکنه دوباره برای شوهرش پیام‌های بلند بالا فرستادن، پیام‌های عاشقانه و عذرخواهی و منت‌کشی و از این حرفا. 2 ماه تمام به کارش ادامه داد تا بالاخره شوهر رضایت داد. شروع میکنن حرف زدن، ولی وقتی ارتباطشون دوباره شروع میشه صحبتاشون پر از تنش میشه. سر هر مسئله‌ای میزنن به تیپ و تار هم. همه این جریانات رو میومد و مو به مو برای من تعریف میکرد. بس رو پیش میکشید، با هم حرف میزد، به یه سری نتایج میرسیدیم و میرفت ادامه میداد و دوباره برمیگشت. برای همین از همه جزئیاتش با خبر بودم. همش میکشوندم توی خونه‌شون، همش گریه‌وزاری و نالیدن از وضعیتش. منم دلم برای بچهش میسوخت. 5 سالش شده بود و دیگه میفهمید. و اونم جلوش میشست و گریه میکرد و هر چی از دهنش در میومد میگفت. بهش میگفتم جلوی بچه از این کارا نکن، گناه داره. میگفت نه، باید ببینه که مامانش همونقدر که قویه گریه هم میکنه. به زور شب اونجا نگه هم میداشت. من حالم بده، میخوام دیگه نباشم و میخوام خودم بکشم و از این حرفا. یه چیز جالب، سیما 2 بار رفته بود التماس کرده بود، حالا که شوهرش جوابشو میداد میگفت هیچ حسی بهش ندارم. توجیه هم همیشه توی آستینش داشت. اون موقع که حس داشتم جواب ما نمیداد، ولی الان هیچ حسی نسبت بهش ندارم. کلاً 1 هفته گذشته بود که دوباره با هم در ارتباط بودن. حالا تمام این آشوب‌ها رو داشته باش، روز به روز خونش رو تجهیز می‌کرد، وسایل خونش شیک و نوار می‌شد و توی مدرسه هم حسابی جایگاه پیدا کرده و توی هر سوراخی برای خودش جا باز کرده بود. دیگه به جای رسید که برای خودش خونه خرید، اما افسرده بود. یعنی اینجوری نشون میداد که افسرده است. 24 ساعته کلاس خصوصی برمی‌داشت، ولی افسرده بود. وقت و بی وقت میومد دنبالم. منم درگیر مسائل شخصی خودم بودم، ولی نمیذاشت. اینقدر میومد و میکشوند و میبردم که از کارهای خودم عقب افتاده بودم و نمیدونستم برای خودم چه تصمیمی باید بگیرم. یه سال مدرسه نرفتم برای اینکه به کارهای خودم برسم. چند باری بهش گفتم مشکلات خودم رو دارم، درگیرم، ولی به خرجش نمیرم. زنگ میزد میومد در خونمون، گریه و التماس که تنهاش نذارم. زنگ میزد جوابشو نمیدادم. ساعت 10 شب میومد در خونمون، شروع میکرد نق زدن و گریه کردن و نالیدن. از اون طرفم کاراش تونتون داشت پیش میرفت. درس عربی و انشا هم بهش داده بودن. یه حرفی میزد جالب بود. شوهرش بهش گفته بود به شرطی باهات در ارتباطم که آه و ناله نکنی. من دیگه ظرفیتم پر شده، اینقدر آه و ناله نکن برای من. از این طرف اینم توجیه می آورد که پیش هر کی میرم بهم میگه آه و ناله نکن. یعنی چی؟ پس پیش کی برم درد دل کنم؟ و از این حرفا. مثل همیشه یه عده رو هم شاهد می آورد. پیش هر کی هم حرف میزد از جزئیات نمیگفت، یه حرفای کلی میزد. خب قابل توجیه هم بود. مثلا زن و شوهر باید برای هم درد دل کنن، این درسته، ولی اینکه فقط زار بزنن و سر هر موضوع کوچکی شروع کنن نق نق کردن، صبر و طاقت آدم رو تموم میکنه.
به هر حال سیما هم کوتاه میاد، برای اینکه از دستش نده فقط حرفای روزمره میزدن و نهایتش از کمبودهای مالی بهش میگفت. اونم کمکش میکرد. به هر حال پای دختر خودش هم وسط بود دیگه. از اون طرف جریان مدرسه، بعد 1 سال برگشتم مدرسه. مدیر یه خصلتی داشت که میگفت روابط همکاری رو تبدیل به روابط صمیمانه نکنید. کاری به درست و غلط بودنش ندارم، ولی خودم هم این حرف رو قبول دارم، چون خوشم نمیومد با کسی ارتباط صمیمانه برقرار کنم. جریان سیما هم دیگه از دستم خارج شده بود، ولی بهش میگفتم لازم نیست مدیر بدونه، بذار بین خودمون باشه. حالا اینم که این همه بهش گوش زد کرده بودم، رفته بود به مدیر گفته بود که ما رابطه دوستی نزدیکی داریم. مدیر هم ازش پرسیده بود که چرا نمیاد مدرسه. اونم جوابشو داده بود که به خاطر حقوق. من اصلا هیچی بهش نگفته بودم. اون سر خود جای من حرف زده بود. چندین جواب بهش داده بود، همش رو هم از طرف من. اگه لازم بود خودم به مدیر میگفتم، نه به مدیر که به هیچ کس نگفتم. 1 سال نرفتم چون کار شخصی داشتم. اون نارضایتی‌ها که همیشه هست. سیما پیش خودش فکر کرده بود خیلی زرنگه. یه حرکت 2 طرفه زده بود. اینو گفته بود که یعنی پیش من خودشو خوب نشون بده، از طرفی هم اینجوری غیر مستقیم به مدیر بگه و مسئله حقوقو پیش بکشه و پشت من پنهان بشه. در نهایت مدیر از خودم پرسید که چرا نمیای. منم بهش گفتم نمیتونم بیام این درس‌ها رو به بچه مردم یاد بدم. درسته که راستش رو میگم و با نگاه انتقادی به بچه‌ها میگم، ولی در نهایت اینا رو باید بخونن و حفظ کنن برای امتحان. برای همین نمیتونم با خیال راحت تدریس کنم. خود مدیرم متوجه شد چی میگم، ولی جالبه که خیلی از همکارا، دبیرها اصلا متوجه نمیشدن من چی میگم. همین سیما هم نمیفهمید چی میگم. برای همین وقتی اون حرفا رو به مدیر زد اصلا این دلایل رو نگفته بود، فقط حرفایی که خودش دلش میخواست رو گفت. شاید هم میفهمید ولی اهمیتی نداشت. حرف حقوق رو پیش کشیدن اهمیت داشته و حتما توی دلش مسخره میکرد که این چرندیات چه حقوقتو بگیر و برو چیکار به این کارا داری. فقط توی بحر زندگی خودش بود، از همه چیز متنفر بود جز چیزایی که به زندگیش مربوط بود و توی هر شرایطی تغییرشون میداد. مثلا اوایل میگفت از فلسفه بدم میاد، خیلی سنگینه و آدم رو از زندگی میندازه، ولی یهو اومد و راجع به فلسفه حرف زدن. البته فلسفه‌های زرد و عامه پسند و هپروتی که به جن و پری منتهی میشن. آخرش فهمیدیم که با پسرخاله شوهرش رابطه داره، برای همین از فلسفه حرف میزد. هر وقت هم حرف سیاسی پیش کشیده میشد میگفت از سیاست متنفرم، ولی تنها دلیلش اینه که فعلا به کارش نمیاد. اگه بیاد خیلی راحت تمام این حرفایی که زده فراموش میشه و خیلی با صراحت توی بحث‌های سیاسی شرکت میکنه. از بالا به پایین هم نگاه میکنه و یه جوری هم رفتار میکنه که تمام تاریخ سیاست رو میدونه و حداقل 10 سال سابقه کار سیاسی داره و هیچ کسی اندازه اون نمیفهمه. اگه بهش بگم تا دیروز از بحث سیاسی خوشت نمیومد، خیلی راحت توجیه میکنه. با یه سری جمله ها کلیگویی میکنه که خیلی راحت همه چیزو میشه توجیه کرد. مثلا میتونه بگه آدما تغییر میکنن و از این چرندیه که به خیال خودش داره راحت بازی رو برمیگردونه. دیگه اونقدر همه چیز رو روال شده بود که کم کم پاش به انجمن شعر باز شد. سریع هم خودش رو توی هر جایی که میرفت جا میکرد. دلیل پیشرفتش هم این بود که یقه یه شاعر دیگر رو گرفته بود و دقیقاً هر چی اون میگفت و کپی میکرد و هر جا میتونست به کارش میبرد، انگار همش از کشفیات خودش باشه. ولی به هر حال باعث شد توی این بیابون که کسی چیزی حالیش نبود راهش رو باز کنه. کلاً یه ترفند داره، بنا به شرایط و نیازش به یه نفر نزدیک میشه، هر چی طرف داره ازش میگیره، بعدش بدون هیچ شرم و حیایی میره و خودش رو ارائه میده و ایمانم داره که دیگران نمیفهمن و خودش با دانشترینه و خودش رو اینطوری مطرح میکنه. توی اون سالی که مدرسه نبودم خودش روک و راست میومد میگفت مدیر گفتی چرا نمیاد. منم گفتم برای حقوق. واقعا هر دفعه میگفتم این آدم یا احمقه یا نادونه. اینقدر ساده باشی که اینجوری بری پشت سر یکی حرف بزنی، اونم توی محل کارش، 1% هم احتمال ندی که ممکنه برگردم به اون مدرسه که میری این همه حرف میزنی بعد میای به خودم هم میگی. میگفتم یا خودش اینقدر احمق و ساده است یا فکر میکنه من خیلی ساده و خنگم. خیلی وقتا هیچی نمیگفتم چون واقعا نمیدونستم داره چیکار میکنه و این شناختی هم که الان ازش دارم و نداشتم. برای همین درست نمیتونستم درک کنم، ولی میدونستم یه جایی کار اشتباهه. از سوی هم خیلی خوب نقش بازی میکرد که یعنی هوای منو داره، به خاطر من داره این کارا رو میکنه. دقیقاً وسط گیر افتاده بودم. در نهایت میگفتم ولش کن. این حرفو زد. شاید به سود بقیه تموم بشه. به سود همه.
اومدیم روی حقوقای اثری گذاشت. منم خودم اینجوری توجیه میکردم، ولی یه جایی میدیدم این داره دیگه زیاد روی میکنه. میگفتم برم با این مدیر صحبت کنم، بگم که داره چی کار میکنه. از طرفی منم درگیر مشکلات شخصیم بودم و سیما هم ولکن نبود و خودشو هر روز صمیمیتر نشون میداد. دعوتم میکرد بریم بیرون دور بزنیم. هیچ زمانبندی درستی هم نداشت. 8 صبح، 10 صبح، ظهر، 10 شب، وقت و بی وقت. اصلا نمیدونستم چطوری وقتمو باهاش تنظیم کنم که از کارام نیفتم. یه چیز جالبی، وقتی میرفت انجمن شعر میگفت از داستان متنفرم، شعر خوبه. لابلای حرفایی که میزدیم فهمیده بود به داستان علاقه دارم. اینقدر حرفش رو تکرار کرد و منم برای اینکه دلایلم رو بگم که چرا از داستان خوشم میاد، هر چی بلد بودم رو بهش گفتم، تا اینکه یه روز گفت میخواد بره کلاس داستان نویسی و یه جوری راجع به داستان حرف زد که انگار 1000 سال داستان مینویسه. بعد همه حرفایی که خودم بهش گفته بودم و داشت به خودم تحویل میدم. انگار نه انگار خودم این حرفا رو بهش گفته بودم. انگار نه انگار تا دیروز داشت میگفت از داستان بدم میاد. میگفت من از کتاب خوندن بدم میاد. توی این موردم یه سری توجیهات می آورد، ولی چون مهارتی نداشت توجیهات زیاد جالب نبود. مثلا میگفت چرا ما باید حرفای این و اون رو توی متن بیاریم و بگیم داستان نویس هستیم. بهش میگفتم چی میگی؟ چه ربطی داره؟ متوجه میشد بی ربط گفته، میزدش به شوخی و یه چرت دیگه ای میگفت. ولی جالبه که توی زندگی شخصیش دقیقاً حرفای این و اون رو میگرفت و استفاده میکرد. اصلا برای همین از کتاب خوندن متنفر بود، چون همه چیز رو شفاهی جمع آوری میکرد و به کار میگرفت. کسی که تا دیروز میگفت از کتاب خوندن بدم میاد، از داستان و رمان بدم میاد، از شعر تعریف میکرد، از شعر تمجید میکرد، میگفت توی شعر قله است، شعر به آدم روح میده و از این حرفا. منم بهش گفتم به راضیه بگو بری کلاس داستان نویسی، چون درست شعر مینویسه ولی شعراش روایت داره و کلا هم به نظر میومد مستعده، اما نوشتهاش نیاز داشت پخته تر بشه. اینو که بهش گفتم 2 روز بعدش گفت میخوام برم کلاس داستان نویسی و هیچ وقتم به راضیه نگفت. حالا راضیه همون کسی بود که وقتی سیما رفته بود انجمن شعر هواشو داشت و کلی راجع به شعر باهاش حرف زده بود و کلی چیز یادش داده بود. وقتی رفت کلاس داستان نویسی رابطش رو کلاً با راضیه قطع کرد. بعد شماره 1-2 کلاس داستان نویسی رو ازم گرفت و اونم گفت اشکالی نداره بگم از طرف تو زنگ زدم، منم اصلا از این کارا خوشم نمیاد. تماس بگیر دیگه، اونم هر گونه میپذیرن دیگه. چه کاریه که باید یه نفر رو پول کنی ازش رد شی. اون موقع هنوز زیر و بمش دقیق نمیدونستم، هرچند دلم نمیخواست، ولی بازم توی رو دروازه قرار گرفتم و گفتم باشه، بهشون بگو از طرف منی. زنگ زد. میدونی چی گفته بود؟ زنگ زده بود و خودش رو از طرف من معرفی کرده بود و گفته بود جای بهتری سراغ ندارید؟ یعنی همین الانم حس از بین رفتن تمام آبرو و حیثیتمو دارم. همه چی دوباره شروع شد. یعنی از تمرین اول دوباره میومد و میخواست که باهاش همکاری کنم. هی بیاد سوال بپرسه، خودشو به ناراحتی بزنه، حالم بده، حالم خیلی بده، بریم یه دوری بزنیم. یه ساعت اول میرفت توی همون ناله ها و همون حرفا رو تکرار میکرد. نمیتونم تصمیم بگیرم، نمیدونم چه غلطی بکنم، توی دورایی هستم. همیشه اینجوری خودشو بهم نشون میداد که بدترین فشار ممکن رو تحمل میکنه، با این وجود طلاق نمیگیره و اونم به خاطر دخترش. دقیقاً توجیهی که توی دل عوام جایگاه به دست بیاره. مادر از خود گذشته، حسابی جلب توجه میکنه و حتی نظر مثبت دیگران رو هم میگیره. انگار توی این موقعیتی که قرار گرفته بود بهتر میتونست مظلوم نمایی کنه و ترحم دیگران رو داشته باشه. کل خانواده‌اش بسیج شده بودن و نیازاشو برطرف میکردن. از اون طرف توی مدرسه مدیر، معاون، بقیه معلم‌ها هواشو داشتن. دیر میومد، زود میرفت. یکی سوال براش طرح میکرد، یکی برگاشو تصحیح میکرد، یکی نمره‌هاشو وارد سامانه میکرد. انگار این موقعیت رو عمدی به وجود آورده باشه که بتونه مفت و مجانی همه رو به خدمت بگیره. با همه اینها باز میومد و 1 ساعت مینالید. دیگه روشش شده بود. تمام اعصاب و روانم و کار میگرفت. پشتش میگفت حالا یه تمرینی هم توی کلاس داستان نویسی بهمون دادن که یه چیزایی نوشتم بخونم برات. و دیگه شروع میکرد تپ تپ بخوندن. اینجاشو چیکار کنم، اونجاشو چیکار کنم. خیلی هم موزیانه برخورد میکرد که حرفا و پیشنهادای تو برای من اهمیت نداره، اما از زیر زبونم حرف میکشید. حرفا رو میچرخون که هی ایده بدم و پیشنهاد بدم، در عین اینکه انگار حرفای اهمیت داری هم زده نمیشه، اینجوری که یعنی من یه چیزای بلدم و اتفاقا دارم تو رو به چالش میکشم که ببینم تو بلدی یا نه. بعد تک تک تمریناشو همینجوری میومد انجام میداد. میدونی چقدر وقتمو، فکرم و اعصابم رو مختل کرده بود؟ کوچکترین تمرین رو بهش میدادن غیر و غیر به من زنگ میزد و میکشوند و میبرد و مغزمو میپاشوند. حالا بهش میگفتم بابا این تمرینا هستن،
اصلا اهمیتی نداره، فقط مهم اینه که انجامشون بدی و مواجه بشی باهاش. ولی اون نه، میخواست با جزئیات و دقیق انجام بشه. البته اینم شگردش بود که کارش را بیفته، چون بلد نبود میخواست سر در بیاره. از طرفی هم حوصله خوندن و نوشتن نداشت. این شکلی به بهانه تمرین میومد و ذره ذره ازم حرف میکشید و هم تمرینش رو با دقت بیشتر انجام میداد، هم کلی اطلاعات بی زحمت به دست می آورد و انگار نه انگار که زندگی من رو داره تلف میکنه. بعدش یکی رو کار میگرفت که براش تایپ کنه، میفرستاد برای یکی دیگه براش ورد رو به PDF تبدیل کنه. یه سری زنگ زد و یکی از همکارا یه جوری که به هول و بلا انداخته باشتش که اندازه و ابعاد چند تا وسیله توی آشپزخونه رو براش بگیره. دیگه خودش و همسرش نخورده تون اندازه‌گیری کردن، چون فکر کرده بودن چه کار مهمی داره و حسابی گرفتار و نیاز داره که بتونیم کمکش کنیم و کارش رو راه بندازیم. این همه ملت رو گرفتار کرده بودن یعنی چی؟ برای چی؟ برای یه تمرین کلاس داستان نویسی. آخه زن حسابی، این تمرین رو اصلا میتونی تخیلی انجامش بدی. ابعاد رو تخیلی بنویسی. چرا این همه دردسر برای دیگران درست میکنی؟ یعنی عادت کرده بود که هی کارش رو بندازه گردن اینو. از این حال خوشش میومد، لذت میبرد که بتونه از دیگران به هر شکلی که شده سوء استفاده کنه. خلاصه همینجوری گذشت و هی چشم‌پوشی کردیم و هی بیخیالی طی کردیم تا امسال که دوباره برگشتم مدرسه. یه اتفاق دیگه هم افتاد. هر کاری میکنه پای دیگران رو وسط میکشه، میخواد از دیگران پول بسازه و ازشون رد بشه. مدیر روز تعطیل منو گذاشته بود سه‌شنبه. چرا؟ چون سیما کلاساش سه‌شنبه افتاده بود و روز تعطیلش رو گذاشته بود سه‌شنبه. برای اینکه کاراش راه بیفته اسم من آورده بود. فکر کرده بودن ما با هم میریم کلاس داستان نویسی. بدون اینکه به من چیزی بگن روز تعطیلمو گذاشتن سه‌شنبه. شروع سال تحصیلی اولین ضربه‌ش رو خوردم. 1000 بار بهش گفتم اسم منو جلوی کسی نیار، ولی کار خودشون میکرد و پشتش میومد و توجیه میآورد و یه جوری برخورد میکرد که تازه باید ممنونشم باشم. چه لطفی در حقم کرده. یه حرکتی زده بود، یه راننده تاکسی رو اجیر کرده بود برای خودش. نمیدونم چی به اون بدبخت گفته بود و چطوری مخش رو زده بود که نه اینکه لاس بزنه و اینا اتفاقا همیشه خودشون یه مسلمان واقعی میدونن. چنان چهره موجهی از خودش نشون داده بود که یه آدم اهل فکر و اندیشه و اگرم دینش رو پذیرفته با آگاهی کامل پذیرفته. یعنی ابن عربی میخون، هر وقت بشینه پیشت میگفت ابن عربی فلان گفت فلان کرد. یه سری توی دفتر داشت همینجوری از ابن عربی برقرار میکرد که یهو معلم فارسی گفت اینایی که میگه هیچ کدوم از ابن عربی نیست، اینا رو مولوی گفته. اون حکایت هم از سعدی بود. یه سکوت عمیقی کرد و بعد یه خندید و زدش به شوخی و خنده و ورور یه سری اراجیف گفت و توی این فرصتی که خریده بود توجیهش رو پیدا کرد. حکایت‌های مشترک بین این شاعرها بوده، برای همین قاطی کردن که کدوم نوشته و برای کدوم بوده. اصلا اینا اهمیت نداره. مهم پندی هستش که از این حکایت‌ها باید بگیریم، ولی چه فرقی میکنه کی گفته؟ برای اینکه خودش نخونده بود، همه‌شو از این ور اونور شنیده بود، همه رو با یه اعتماد به نفس بالایی میگفت که اگرم خونده بودی به شک میافتادی شاید اون داره درست میگه. یعنی میره آدمشو پیدا میکنه یا بر حسب تصادف به طور هم میخورن. میگفت توی دانشگاه که بوده یه استاد تاریخ داشتن، خودش تعریف میکرد که شماره استاد تاریخ رو پیدا کرده بوده و میشسته ساعت‌ها راجع به ابن عربی توضیح میداده تا اینکه حالا به هر دلیلی دیگه جوابشو نمیده، ولی اینجوری میگفت که من استفاده خودمو بردم، کلی مطلب ازش یاد گرفتم. اصلا داشت حرفاش تکراری میشد، برای همین بهتر شد که ارتباطمون قطع شد. سیما هیچ وقت ارتباطش رو با کسی قطع نمی‌کرد. اتفاقا هر وقت فکر می‌کرد قرار ارتباطش قطع بشه بیشتر به طرف می‌چسبید و تا خیالش راحت می‌شد که طرف موندگاره میذاشتش توی آب نمک تا وقتش برسه و بتونه ازش استفاده کنه. اما اگه طرف دیگه کامل قطعش می‌کرد شروع می‌کرد پشت سرش حرف بد زدن و اصلا بهتر که رفت. من که استفاده خودم رو کردم. آدم بی‌خیاصیتی بود، حرفاش زود تموم شد و آدم تکراری شده بود. اگه نمیرفت خودم تمومش میکردم چون چیزی برای من نداشت. خلاصه همزمان با شروع مدرسه کلاسای داستان نویسیش هم شروع شد. این ترمشون 5-6 نفر بیشتر نبودن. کلاسشون آنلاین شده بود. توی همین 5-6 نفر 2 نفر بودن که حسابی فعال بودن و همیشه داستان ارائه میدادن و تمرینات رو به موقع انجام میدادن. سیما هم به حول و بلا افتاده بود. یه سری یه فیلمی رو معرفی کرده بودن. نصف شب زنگ زد که من وقت نکردم فیلمو ببینم. تو رو خدا فیلمو نداری بهم بدی؟ حتی فیلم نگاه کردنش رو می‌خواست یه نفر دیگه جورشو بکشه. اگه داری برام بیارش بشینیم با هم دیگه ببینیمش. لامصب بشین فیلمتو نگاه کن دیگه. نه حالم خوب نیست، حالم چی.
خلاصه رفتیم و نشستیم با هم، دیدیم و با هم حرف زدیم در موردش. هر چی میگفتم مینوشت تا کلاس شروع شد. همونا رو توی کلاس خوند جلوی خودم و جالبی که هر جا هم میگفت نصف نیمه میگفت، چون معلوم بود درست درکش هم نکرده، فقط میخواست بگه یه چیزی برای گفتن داشته باشه. اینجوری هم خیالش راحت میشد و واقعا فکر میکرد کار رو انجام داده. تا اینکه دخترش هم میبره همون مؤسسه برای کلاس داستان نویسی کودکان. مدرس داستانش بهش میگه چه عجب یه بهانه پیدا شد که تو رو اینجا ببینیم. باش شروع کرده بود خوشبش کردن و بهش گفته بود دوست داریم به عنوان مدرس ازت استفاده کنیم. یعنی اینو که گفت قشنگ همینجوری فروکش کردم. خودش هم فهمید. بعدش گفت به کسی هم نگی که فکر نکنن من ذوق کردم و خیلی خوشحال شدم. اینجوری میگفت چون فهمیده بود عصبانی شدم. فکر میکرد عصبانیتم سر این مسئله است، در حالی که عصبانیتم در مورد شخص خودش بود که چطور تمام این مدت از من سوء استفاده کرده بود. میدونستم سواد درستی توی داستان نویسی نداره. اون وقت چون توی این مدت نزدیک 2 سالی شده بود که رفته بود کلاس داستان، برای خودش رزومه ای ساخته بود، در حالی که خودش هیچ کاری نکرده بود و هیچ دانش درستی نداشت. یه ساعت بعد اومد بهم گفت ببین حالا من که نمیخوام برم. منم گفتم چرا نری؟ اتفاقا برو، خیلی هم خوبه، برای کلاس نوجوان میخوام. اینو که گفتم دیدم صورتش کش اومد. عمدی بهش نگفته بودم، حدس می‌زدم برای کودک و نوجوان بخوانش. توی ذوقش خورد، چون فکر میکرد برای بزرگسال میخوان که بره. آخه خیلی متوهمه. تا اینجا که اومده یه سری تکالیف و اینا رو با تقلب و از این به دوز و از اون به دوز به دست آورده بود، فکر میکرد خودش همشو انجام داده و الان میتونه مدرس داستان باشه. چرا که نه؟ کاراشو میذاره پای این که خیلی آدم باهوشیه و کسی بهش کمک نکرده. در نهایت میگه خودم همه این کارا رو کردم.